ما همیشه میگیم که عقیده جهمی عقیده شکاکیین هستند. اینها اهل شک هستند، اهل ریب هستند، از سبب اینکه دلیل ندارند، حجت ندارند، فهمشون موافق فهم سلف نیست، میترسند همه کار جهمی ها پنهانی، تنها به تنها غیبت کردن، غیبت کرده، تهمت کرده، دروغ گفته، امانت گفتن، در بین مردم به دلیل انیق گپ نزدن. چرا؟ برای که باوری ندارد به دینش. برای همین شما ثابت قدم اهل توحید به دینتون در همه جا در بین مردم باید آشکار و واضح کنید. دین ما به چیزی روسی نیست، همش در قرآن سنت واضح است. بارک الله فیک. حیاک الله، جزاک الله خیرا شیخ عزیز، الله استون میکنه. او اگر همون ابن تیمیه هم یگون کس با او صفات داشته باشد، یگون مقصد طرفدارش باشد، بیاد اینجا بنده تیار هستم ان شاء الله. مسئله چیبم صحبت میکنم، مسئله یعنی اگر میخواد مسئله سبب نزولش به ان شاء الله اثبات میکنم که با خواست الله سبحانه و تعالی 100% همه در یک منهج هستند که او به مؤمنین نازل شده است. او قول که از ابن عباس میبرد ضعیف است، بلکه موضوع است، برای که یگان سند ندارد. فقط در یک تفسیر ذکر شده است اما یگان سند ندارد. الحمدلله تحقیق کردیم، همش وجود دارد. و بعد در همون قول هم اول انسان های ذکر میکنن که اونها رو مؤمن گفته میشد، برای که اونها اومدن مثلا عبدالله ابن سلام ایمان آوردن پیامبر صلی الله علیه و 2 اجر میگیرن ان شاء الله. الله خواسته باشه. اوزری های شرمنده شیخ الله استوکد میگم شما اهل زایغ گام میگه این خیلی کلمه وجود ندارد، میگه کلمه زایغ میگه عربی جو داخل کردی، بعد اویت پرتو میگه من خطا کردم. شرمنده های خوبسای جوهلا، الله هدایتش کنه، از شایسته هدایت باشد، نباشد زبانش قاپ کنن. خوبسا سوره آل عمران چی؟ الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنه. اینا اهل زیغ هستند. خوبسا من به جای اینها بعض وقت یعنی شرمم میبیاد که اینقدر جاهل هستید با چی هست دعوا کنیتون از خیلی بلندی ها هست. الحمدلله شرمنده شد در حال همون میگم پسته بیمغز دهان باز کند رسوا شود، همچنین است. احسن الله الیک اخی الکریم شیخ عبدالرحمن. پوستش زجیویوم میکنید خیلی وایستو استفهمدید برادر. انشالله شیخ بایسته کند. پوستش زجیویوم میکنید، اینو بعدم بیت خوندن میگیرید. پیسته بیمغز دن واکند رسوا شود. اینو به این شعر بهترین میبود. الله ایستان کند. الله فکر شیخ عزیز. دیگه کدام برادر گفته است که ابن تیمیه میبرم، ابن تیمیه نمیجا بیاره نه ان شاء الله. انا میجا مسئله سبب نزولش به گپ میزنیم، توبه میکرد از همه برادر بخش پرستید میبرادم. حتی شیخ نگاه که عثیمین میگه که هر کسی که اینا میگه تحصیل حاصل به یعنی نسبت میتن، میگه این خطا میکنن، میگه بلکه این تکمیل بوده. خطای کلمه خطای مخصوص ذکر میکنه. الله اکبر. ذکر کنید پوست کنید از راه زجیویوم. انشالله استاد. ما از شب خونه رفت تیار کردم بودم که این خیلی برای اینکه برادرها چوی پرستن از پشت من شما خیلی منافقت سخت میکرد. ما روان میگه شما نغزید که ابو محمد مدنی نغزن، لیکن ما وقتی که برفتم مقصد بروز کینه و عداوت خیلی میبروارست. الحمدلله. شیخ الله استو کرد اینها اصلش با ما بغض کینه و عداوت ندارد. اینها همون شما با دیوانه شده است. اینها نمیدونم. من سوال کردم، من این جاهلک به کی مدنی نوشتن گرفت، من گفتم مدنی به فکرم پوست همه شما به کوه تیقه کردگی که خواهد علاوه سر میچه شما در میگیرید بعد دیوانه میشه.
شیخ میگم نمک شما نمکی به فکرم همون کوچه و چوشک میزنید به فکرم گوشت اینو بکی اصلا یگون نمکوی اریگینال نیو دورش میزنه پات پات کرده میگردد این مرغچه ها بیاد اینجا نه بیاد شما که صحبت ند پوست کنید تو خوره گاره تو مو با مدن پوستش مو کنید آخر کبابش میکنیم کباب اهل بدته انشالله کدومش نباشد خوارج جهمی چلا خوارج حزبی قبوری رافضه حکومتی لبوش بیاد انشالله برادرای اهل توحید اینجا هستند زنده به زنده آیسته همه خیلی جو به جو میفهمونند انشالله الله هیستون کنم برادر عزیز اینا همه چیز فهمو دین ما اینقدر ظاهر اینقدر فهمو که آدمی که نمیفهمم میگوید وای به ما رحم میکنیم میفهمونیم یک بار دو بار اما بعد از این خودش دیوونگی به زده با نفهمید بزند این دلالت به نفاقش میکنه دلالت به نفاق میکنه چیزی آشکار تکرار شده ایستاده است گشت و برگشته با خودش احمقی بزدن این دلالت به نفاق میکرد گاو زنید برادر عزیزان شیخ بابا الله استون کرد همه عین سخن شما من یک دو سه بار حرکت کردم که گپ فهمونم گپی مثلا کی میگن یعنی او راسخ چی میگه ابوالغریب چی میگه خیلی حرکت کردیم فهمونیم اسماعیل برادر الله استون بکرد اسماعیل الله استون بکرد همین شما به خاطر الله بگید که ما رو به خاطر چی برادری دوست میدارید به خاطر دینمون درست به خاطر اینکه شما همچون یک انسانی مستقل میدانید که نه دروغ گفته استادیم نه منافق کرده استادیم نه متهم هستیم همین نه اخی على اخي والله هي شيء محبات يستكي جنوب الله سبحانه وتعالى موحدين پیدا میشه و بغض يستكي به اهل کفار به اهل نفاق به اهل شک زده اونها الحمدلله چکلی که شیخ گفتن چکلی حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله کی پیامبر صلی الله علیه و آله کی ما دین برای شما میگذارم میرم که شبش رنگ روز آشکاره روشن هم خیلی بسیار یک دین ظاهر و آشکار است سبحان الله الحمدلله شک زدار رو میبینیم این تیمیه شویه چوجک چکا سبحان الله نمیدونن خشون چی گفته استن سبحان الله استدلال آیات گرفته استن و آخر میگه چی میشه خلاصه گپ چی تو طرف سلام میگه نه تو این تیمیهش میگه نه قربوش میگه هو اگر هر دوشون هم دیگر اخی باردار میبرم داتا هم خیلی گفته استن هم دیگر شاید جا میشون از توحید چیکار میکنن مقصد که پاس میزنن و شیخ تفراد میزنن با همین تمام چیکاری که شیخ گفتن چلا خوارج و چلا عازیره هم عدمدین و رفته استن و ایش هم میگه خای مسئله چیکاره میگه غربو میدونم غربو هم میزنه غربو یک جاهل دیگه سبحان الله الحمدلله که الله سبحانه و تعالی این دین توحید راه برای ما نصیب کرده الحمدلله والله اخی خاطر الله سبحانه و تعالی نه قدیش ما تجارت کردیم که نه شما در یگان صندوقی که نه همش خاطر الله یگان تدمر نمیشناسیم ما شما رو نمیشناسیم چیست به خاطر الله سبحانه و تعالی شما رو دیدیم که با منهج قرآن و سنت صحبت میکنید الحمدلله سمعتان میگه میری در جایی که با قرآن و سنت هست الحمدلله خدای استغفر نه یک چیز دیگه اخی اسماعیل الله استون که همین مثلا خلق مردکی همین توجیکو چی هست اخی پروستو چقدر پیش میگه وقتی که ایرو خنده گاو زنده ای پیش منافق کنم میگه تو نمرد بده نه نو بشام همین نه اخی بله سبحان الله شما دو بارشین میرین ما بودیم در ایمو اخی گفته گپ میزنه وقتی شما میبروین گپای پس گپ میزنه سبحان الله چیزا ما گفتیم شما که حد اقل که مردک باشین سبحان الله حد همین اگر که تو مردونه ور در آدم گپ بزنی ولی اینکه بگیم که خیلی میگیم که یک شخصیت داشته وای میبرویش شما ادمی شما بعد گم اعوذ بالله سبحان الله هم اینا در دین مردی میکنن هم خشون مردن اخی اسماعیل جزاک الله خیرا یک ما همین شیخ الله عزت بکند شیخ گفتی هر کسی که سوال داشته باشد از این جهالا سوالشون رو در کامنتر بنویسن یکم سوالی که من دادم من گفتم که شما چگونه انسان رو مسلمان میگوید چون که یک بار اخی میگوید یک بار برادر میگوید با پسان منافق تکفیر میکنه کافر میگوید مشرک میگوید یکم سوالی که من دادم گفتم که شما چگونه انسان رو مسلمان میگوید من برای خاطر همین منهج اینها این عقیده اینها سر و ته باطل است
هم کافر میگن هم سلمان میگن. الله المستعان. تکفیر میکنن با برادر میگن اخی میگن. آخه اخی جان الله است کنه کم در بیادم میشه بخشش همین ما حرکات اهل توحید اینقدر اوضاعشون میگیره شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله همین ما به خاطر چیه به خاطر که کفر از ایمان جدا کنیم کفر جدا ایمان جدا مؤمن موحد کافر مشرک دیگر اینها هیچ وقت در یک جنایت چه روایت قرآن هستند ما همه حرکات ها موحدین طالب علم شیخ ها الحمدلله همین مبارزهشون با همین چیزا میگم ضد چونجا چم یا میگه کی میشه تو پرست مسلمان که بخش موحد میگه و در بین موحدین و ما اهل خوارج میگه سبحان الله این حد جو میشه برای شما این مشرکین این نجسا میخوان الحمدلله نیکم یک مسئله خوبی دیگه شد که همین لباس جهمیشون رو پوشیدن الحمدلله تا امروز در بین موحدین که بجا شده بودن الحمدلله همین ابتلا بین مؤمنین آورد چیکار کردن همین لباسایی که جهمی داشتن لباسا را موحدین که داشتن ایرا برو وردن هم لباسای جهمی را پوشیدن الحمدلله اهل توحید اونا را میشناسن که او اینجا جهمیه کفر قدیمون اجا کیسه و هم جهمیان نه الحمدلله اهل توحید چقدر که الله میگه راه هدایت برای ضلالت گمراهی الحمدلله آشکار شده سر الله استان اخی اسماعیل الله استون کرد. اول شکر الله میکنیم که الله ما را دعا کرد است. بعد از شیخ تشکر میکنیم که اینقدر آموزندن که اخی لباس پوشیده بیاده که فهمیده که لباس اهل سنت و جماعت یک تا سبز دیگه لباس اگر تغییر نگیره همون بندای دخترش تغییر نگیره فهمیده استادم که نتا این لباس مونه الحمدلله. این کودکچه های آذری ها این توپایکا خیلی خودشه بلند اسم میکرد استازاش از قناعتی از کی بود نماشم این دیگه زندگی ابو صاحب گرفته میگشت از ما اینو جرات پیدا کردیم الله خورش کرد اینو والله شیخ هر دفعه میگم که اینو شبهه زده است اینو جواب ندارد اینو شبهه دارد شبهه خودشون دارد شبهه خودشون جواب نیست برای اون کتاب خوندن نکن یک استادتون داشتن در که صادق باشد راستگو باشد غمخوار باشد برادرتون داشتن در درست کتاب اهل سنت و جماعت خیلی عربی را نفهمدی حداقل با عربی خیانت نکرده ترجمه کرده فهموند که این شبهات تو از بین برود اما الحمدلله یک نعمت الله هست که ما یک استادو داریم برادرها داریم که همه وقت غمخوری ما است ما به خیانت کردگی نه دروغ گفتگی نه ما به اون چی که بودگی گفتگی اون چیزی که نمیدونم گفتگی نه نمیدونم باید بیاموزم این یک نعمت الله هست که برادرها آنهایی که نه توحید به در آمدید حالا بعد یک دو سه سال وقتی که تحقیق میکنید و بیشتر اهل زیغ و میخورید با اینها و بعد میگید که الله میگید الحمدلله نعمت هدایت میگید چقدر بزرگ بوده است چقدر الله تو برای ما آسان کرده که آیتی که الله میگید که الله یهدی ما یشاء و یضل ما یشاء و یضل ما یشاء الله کی را خواهد هدایت میکنه کی را خواهد گمراه میکند هدایت از جانب الله بدنه بعد همین جسمتان احساس میکنی که این هدایت چیزی خیلی پرقیمت است که اگر الله هدایت نمیکرد این کورها را وقتی میبینی این گمراه ها همه شبهه زدگی سبحان الله یگان مسئله به یقین ندارد ابن تیمیه دیروز اخی اسماعیل با یک شبهه به گرفتار شده فهمده یقین 100% جواب داده نتوانسته شده است من میگم آیا از همین آیات دلیل گرفته میشود که یعنی مقصد کافرها را مسلمان گوی میگد که نه من این گونه نمیگویم میگد اما با شما گفتید که از همین آیات خود چی فهمیدی یعنی که چی میفهمی یعنی که میگه که نه من از این آیات ما این کاری که من راسخ چه میکنم مثلا راسخ خطا کردگی میگه لیکن خود گفتی که مثلا تو اصل مطلب رو نفهمیده در اومدگی اینجا
دوست نمیدونه که برای چی در اومده که داده این بحث خیلی از سوال خوب شدی در ایمان بده موجا برای چی بحث کرده است خودش نمیدونه زمین تیمی است خیلی که شیخ میگه کسی به استاد میره علم به استاد میگیره استاد شیطان میشه باز یعنی استاد شیطان میگه همین تیمی را نگاه بکید انا و جاهله کی وای خرابوش میگه که شما یهود و نصارا عمل شکرده استودید اویتای که کفری اکبر ظاهر است که الله با آنها برای تکفیرشون نازل کرد برای ما نسبت میتید فهمید شما رافضه صفت هستید و میگم شما را تکفیر کرد میگن ما در کجا شما را تکفیر کرد این جهمی ها از تکفیر اخی اسماعیل بدشون میگوید فهمید قبول نداره بله اول خرابو اومد گو منهج شما منهج شیعه گو منهج اسرائیلی وقتی این تیمی رو من گفتم خرابو هم کاری گفتیسته امروز چی میگی یک کس بیا یک منهج اهل توحید منهج شیعه میگه یک حرام میگم گوینده یک کافر نمیشه و خاطر که اونجا فهمیده که گپ خرابو گفته دفاع ای همین گپ خرابو میگن یک گپ حرام ای گفته مشرک حرام لعنه الله سبحان الله یا الحمدلله اینو هیچ چیزی نیستن عزیز الحمدلله بزرگتراش عزیز این آسیری که گفت گپو که کم تر یک الف لام فرق نمیتونستن الحمدلله اون شکست قرآن رسیدن چند سبحان الله فتنهشون دور بشه میرم فیزک الله هستون که این کلوناش هم از مثلا از این خرداش احمق‌تر است خیلی میگن که مثلا در اصطلاح مردم میگن شاگرد بینگری میگه استاد بهوته آخر وای گپای احمقانه و از کی آموخته همون استادای احمق شما آموخته آخر استاد شما با گپ چپا آموزونه چه شما درست چه می آموزید اخی اسماعیل خیلی ناممکن است گمراه ای ابن تیمیه سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. شیخ خوب هستین تینجین؟ الحمدلله خوبم شما خوب هستم تو خوب هستی خیلی الحمدلله. یکم شخصتون یا نظر کنه شیخ. دیدم اخی جان و انسانی که شما میگید و جهمی است یک گپوش متهمی است دیگر است و تکفیر معین هر کسی نکنه او جهمی است برادرم او حالا به طاقت رو نفهمید است برادرم و بعد این دیگر صفتش صفت منافقی است من نه این طرفش رو میگیرم نه این طرفش رو میگیرم مذبذبین بین ذلک کی میگه نوع منافقین است نه این طرف نه چی خیلی میشه چون بین کفر و ایمان انتخاب نمیکنی بین آدم استیم تمام منافقی دین دیگر چیکار کنیم برادر و بعد در حال یک دیگه کفرش ای برادر علی اعراض است حق بیا اومدی اعراض میکرد رو میگرد در کار نباشد نه تعلیم میگرد نه عمل میکرد چی است و اگر ما به نقض گفتن یک دیگری ما مثلا کفر ایمان بالای یک کس نمیرست پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو سفیان در حالت مشرک بودنشون همون وصف حقانیشون هم میکنن میگه امانتدار است بهترین ما هست فهمیدید در همین گپ گفتن که مسلمان نشدن که تا اون زمانی که در حقیقت ایمان نآوردن برادر شیخ بله گپوی شما زن هست مرد است میکند او یک مکاری است مکاری فهمید مرد است انا شتابی یک خطی اگر تونین شرایط اون باشه وقت داشته باشه یک ختمی نیسته شتابی من انا با دلیل میکنم میفهمم بارک الله فیکم و بعد مسئله احمد مشرک هم مسئله موالات است اخی جان موالات کردن و آنها رو به سر خود سردار گرفتن و غیره و
منتشر کردن کتب شیر که خیلی کتب توغل نداشتن این چیزا اینا کفر اکبر هستن شکر. من در این باره خودم که چی کردم که گویم که ها همین مسئله کفر اکبر رفته است لیکن از گویم که خودم که موانع و تکفیر و شروط تکفیر که مثال اگر چی گوش کنیم ایاد میبرد برام خلقون باید که پیش کنم هر کار نکنم که طالب علم هست برای همشته این همین چی شما هم برادر علی درست نیست فهمیده استودید مثلا کای تطبیق میکنید اخی اگر فراموش کرده باشد همه کار باید یک سو بگذارید باید همه چیز آموز برای چی برای اینکه اونهایی که در مسجد بودن عبدالله ابن مسعود استثناء نکردن آخر همش تکفیر کردن شما هم اگر جا بیدارید که یک کس کفر اکبر گفته استاده شما هم همین میجه زده استودید هم خیلی یک امیر مسلمان باشه شما را هم حکمتون بالای همین میگذارد فهمیدید برادرم ما برای مشته این و چیزی که وقت استفاده است عیان و دقیق است که این جهمی های زمانه ما تکفیر هر کسی که در کفر اکبر در شرک اکبر تکفیر معین نمیکنم میگوید این جهمی یعنی زمانه ما است جهمی ها چی گفته استفاده است همین گبرو ما هم تو میگیم که بت پرستو همش مسلمان است ببخشید زیاد همه بت پرستو کافر هست اما از درون همین هزار تا بت پرست یک تا بریم به بت پرست برود و مسلمان است چی میشه خیجون این گپ همین ها است ما شد جزاک الله خیر برادرم برای اشته بیاموزید خوب بیاموزید که اینو مثلا ملت ابراهیم تطبیق بکنید بفهمید اخی این دین از خوردن نوشیدن آلوبو چیز پیش میستد خیجون یک بار هم تو تدبر بکنید که اگر همین حوزه عقیده اهل سنت و الجماعت از دنیا نگذشتم حالم چی می شود و آخرت فکر که آخرت 50 سال 60 سال 100 سال 1000 سال نه 2000 سال نه ابد است اگر الله نکند به ایمان بروید شما تدبر بگید که ابد باید بسوزید بخشی جان ابو عبدالرحمن درس ارکان ایمان حلقه 58 دا ما چی کردیم با ایشالا یگان حلقه میشود با همون بحثی بعد الموت ها والله الان می شود سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله ادامه دارد و حالی ادامه دارد البته که اید شد همه شما را با یک بار دیگر اید که تبریک میکنیم تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال اید که شد روزی انا دروس این هفته قریب که همه به اید مشغول ان شاء الله با کمی بعد از این اید بعد از این خورسندی ها ان شاء الله ادامه میتیم با او دوام دارد بعد از این بعد لیلت نه بعد از این ان شاء الله ارکان روز قیامت ان شاء الله به چی میگذاریم با قدر قضا و قدر میگذاریم بالاخره ان شاء الله دوام دارد برادر عزیز بارک الله فیک السلام علیکم و رحمت الله بله اخی جان انتظار هستیم جزاک الله خیر حیاک الله خیر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرتم از سوال دارم. و علیکم السلام آدمایی که در تاجیکستان سطر و حجاب و ریشا را میقطن میتراشن میگیرن از سر آیا مردم ما حقوق داره که همین ها را در هر جا قپیده یا اینکه بکشد یا اینکه لطکوب کنند؟ بارک الله فیک جواب این است که همون خواهرتون پیشتون اومده یک کس یعنی رومولش میکشه شما چی معامله میکرد با او نو زنتون به دست درازی میکنه یک از موحد باشه همیشه میفهمه سبحان الله اینو میخوان شبهات یعنی چیکار میکنن سبحان الله من نمیفهمم
ولا توحید ابو کفر به طاغوت بفهم چیه. شیخ ابو عبدالرحمن ما یک سوال داشتم همین یک نمود همین چیزی که از همه مشرکین کفاره که وقتی که میگه درباره کفر فلانی چی خلای میگه کفر وای نمیدونم یا دپوس میگه من ابو یوسف میپرسم میگم قناعت چی خلای میگه کفرش ندیدم من یا ابن تیمیه ش میگم که آخه همه کی غربا در مسئله تو درست مثلا میگه من نمیدونم لیکن در مسئله اهل توحید میپرسیشونن میگه خوارج میگه وای چی یک نمود مشینکی همینا سبحان الله باردار اهل توحید بفهمن که اینا واقعا تلبیس کرده سیان سبحان الله که از کفار و مشرکینه که کفر و شرکشون میگن که کوچکترین اهل توحید میفهمن و میان خشون در دلیل اهل توحید میدرورن و از کفر و شرک یک از بیخبر هستن و میان انشاءالله که الحمدلله که با دجو در کوری میان خشون آشکار میگن میگه شما خوارجی همینا را مونان در کور نیست دست سبحان الله که میگه از کفر و شرک کدوم نمیدونه آشکارش کنن در کوره که راست نمیدونی پس توحید نفهمیدی تو برای علم آموز و صحبت کردن هم حق نداری سبحان الله. بارک الله فیکم. برادر عزیزم من کمتر وقت دارم، یک 5 دقیقه 10 دقیقه در همین موضوع دسیسه های جهمی ها صحبت میکنیم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز اهل توحید بارک الله فیکم. اولا الله سبحانه و تعالی را شکر میگویم که به ما عید مبارک قربان را نصیب کرد در این عید. الحمدلله حالا در خرسندی و در فرح هستیم و این عید بار دیگر ایمان موحدین را سبب تقویتش می شود، به خاطر آنکه موحد در این عید یک مرتبه دیگر باز ان همون اصل دین که توحید است در تطبیق تکرار می کند، قربانی می کند و الله سبحانه و تعالی به برکه عید ان همین موحد را خرسند می کند. و باور بکنید به سبب همین عید ناچیز بودن اهل بدعت، ناچیز بودن کفار مشرکین، شکست خوردن اونها همه اش الحمدلله دیده می شود. الله را شکر، الحمدلله که بر ما الله سبحانه و تعالی دو عید را خلق کرده است. اما بعد در مسئله دوم که اهل بدعت همیشه کوشش میکنند به یگان راه از راه ها به اهل توحید ضربه رسانند. خیلی ما پیشتر گفتیم شیخ اینها، امام اینها شب و روز در همین راه است. امام اینها شیطان است. امام این جهمی ها شیطان شب و روز میخواهد که اهل توحید را به شبهه گرفتار کند، صف موحدین را پراکنده کند و موحدین را ضعیف و بی قوت و بی علم و پراکنده شده قرار بدهد. اما الحمدلله که منهج ما واضح است. شبش روز است، روزش آشکار و واضح است که یگان جای نافهمی وجود ندارد. هر کسی که ذره از حق با خبر شدن میخواهد، ذره در دلش انصاف است، ذره عدل دارد، ذره انصاف دارد، ذره رضایت الله سبحانه و تعالی را میخواهد، والله که حق برایش آشکار میشود. فقط او قلبش چگونه است، قلب او خودش چگونه است. البته شاگردان شیطان یکی از بزرگترین مدرسه شیطان که مدرسه جهمی ها هست، از جانب دیگر مدرسه شیطان دیگریش مدرسه خوارج ها است و غیره. از این مدرسه شیطان، مدرسه جهمی ها، خیلی ها فارغ التحصیل شدند ولی نفهمیدند که در راه و روش و منهج شیطان هستند. ما به اونها فهمونیدیم حقیقت مذهب شیطانیشون را
راه کفر و شرکیشان را، طاغوت پرستیشان را فهمانیدیم. شرمنده و شرمسار شدند. الله سبحانه و تعالی آنها را خوار کرد. حالا باشد دو سه کودکی که در حقیقت اینها خیلی پسر بچه های یاش است، خیلی پسر بچه های یاش است، کودک هایی که بیچاره ها بعضش نمیداند که به خاطر چی ضدیت کرده ایستاده است، به کی ضدیت کرده ایستاده است، مقصدش از این ضدیتی که کرده ایستاده است چی است نمیداند. اما ما اهل توحید هر وقتی که به کسی مخالفت میکنیم باید یکمین سوالی که باید جواب بگوییم این است که من برای چی به انا همین یک نفر یا یک جماعت مخالفت کرده ایستادم، ضدیت کرده ایستادم. این سوال را ما باید جواب بگوییم. ما به آذری ضدیت کردیم، به مدخلی، به خوارج، به جهمی، به حزبی، به طاغوت پرست ها، به رافضه، به قبوری ها بالعموم، به یهود و نصارا، به کفار و مشرکین همش ضدیت کردیم به خاطر آن که آنها در لا اله الا الله نصیب ندارند، از لا اله الا الله نصیب ندارند، از اهل لا اله الا الله نیستند. آنها طعنه زنندگان بر الله و بر رسول و طعنه زنندگان بر سلف این امت هستند. ما برای همین به آنها ضدیت کردیم. در اساس چی؟ در اساس قرآن، سنت، فهم سلف این امت. به آذری ها ضدیت کردیم به خاطر آن که آنها الله حکم کرده را قبول ندارند، الله حکم کرده را عوض میکنند. آنها تکذیب کردند، دروغ شماریدند الله و رسول را. ما باید ضدیت بکنیم. آنها کافر شدند، مشرک شدند. دشمنان الله را دوست الله گفتند، دوستان الله را دشمن الله گفتند، مکانها را عوض کردند، به غضب الله گرفتار شدند. آذری های مشرکین انمین است. مشرکش آیت در قرآن آمده در انکار کرد. ما اهل توحید هر یک ضدیتی که میکنیم برادران و خواهران موحدم در اساس علم است. هر یک مخالفتی که میکنیم به کسی، به شخص یا به جماعت، به عقیده، به حزب، به مذهب، در اساس علم، یعنی در اساس قرآن، در اساس سنت، در اساس فهم سلف این امت است. انیق و دقیق و یقین است. با صفحه و رقم کتاب هاست. اما این جهلا، این گمراه گشته ها آیا به خودشان یک مراتب سوال میکنند که به خاطر چی به اهل توحید مخالفت میکنند؟ به چی سبب به اهل توحید ضدیت میکنند؟ سبب چیست؟ سبب ضدیت کردن شما ای جهمی ها به اهل توحید چی است؟ ای دو سه کودک که حال بسیار چیزا نمیدونی، حال قرآن میخوانی از حلقوم تو به قلبت نمیرود، قرآن خوندت رو نمیدونی، حال در نزد یگان علمای اهل سنت تعلیم نگرفتی، از منهج اهل سنت علمی که وجود دارد 99 از 109 را حال نخوندی. هیچ چیز، نه علم، نه معرفت، نه منهج، نه شیخ، هیچ چیزی نداری. تو مسکین بیچاره به خاطر چی به منهج واضح و ناب و عمیق و دقیق، منهج سلف صالح، منهج اهل سنت و الجماعت که سرچشمش قرآن و سنت با فهم سلف این امت ضدیت کرده است؟ سبب چی است؟ اگر بگویی که سبب این است که ما منهجمون حق است و دلیل داریم، قرآن و سنت و سلف، بسم الله، نترس. آدمی که دلیل دارد، آدمی که حق دارد، آدمی که اهل حق است، انسانی که از قرآن و سنت و فهم سلف صالح برخوردار است، بزدل شده، از منهج علمی نمیگریزد، بیا بگو دلیلت را بگو که تو همون آیت را و همون سنت را در فهم صحابه فهمیدی، در اساس فهم تابعین و تبع تابعین فهمیدی، یا در اساس فهم خودت فهمیدی. بزدل نشو. تو در حقیقت اگر دلیل داشته باشی، منهج حق داشته باشی، بسم الله دلیل هایت رو بگو. اما اگر
تو دلیل نداشته باشی مخالفت به اهل توحید رو چرا کردی؟ اگر علم نداشته باشی مخالفت به اهل توحید رو چرا کردی؟ از بغض، از دشمنی به اهل توحید، بدبینی اهل توحید، از حسد، از کینه، از عداوت، از الله ترس. از الله ترس. کسانی که به اهل توحید کینه و عداوت و دشمنی و حسد و بغض میکنند، الله خودش جزای آنها را میدهد، هلاکشان میکند. اهل توحید اولیاء الله هند. هر کسی که به اولیای الله جنگ اعلام میکند، او سبحان الله به غضب الله گرفتار میشود. احتیاط باشید. الله به او جنگ اعلان میکند. پس به خودت سوال بده چرا؟ سبب در چیست؟ که علم نداری، جاهلی، در هیچ جا خوندگی نیستی. یگان منهج اهل سنت رو می آیی به طالب علمان اهل سنت بحث میکنی، می خواهی که بحث کنی اما کرده و نمیتوانی، فرار کرده از عقب گپ میزنی. غیبت کردن اهل سنت، غیبت کردن اهل توحید یکی از گناه های کبیره است. دروغ گفتن در دین الله، در بالای آیت الله اختلاف انداختن، این یک ضلالت مبین و علامت منافقین است. پس ای چوجهک ها، ای جهمیکچه ها، از دست مشایخ شما چیز نامد، از دست شما هیچ چیز نمیاد، لیکن ما باز به شما گمراه گشته های چوجهک رحم کرده به شما حق را گشته و برگشته گفته ایستادیم. خواهید قبول کنید، نخواهید البته که چهره های میدچه چوجهکی کوسایک شما را ما البته که آشکار میکنیم. البته که آشکار میکنیم. شما خوبسا را از همه جانب ما میشناسیم، از همه جانب میشناسیم. برای همین توبه کنید، حالا بر وقت است. توبه کنید، به سوی الله بازگردید، حق جوید، حق کوبید، حق یابید. ای آدم پرستی را ترک کنید ای شرمنده ها. حق کوبید. حق چی است؟ حق توحید است. بسم الله بیا کتاب های بین حق کوب. بالاخره در این روزهای مبارک دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی بازی کننده ها، دروغ گوینده ها در بالای قرآن و سنت را خوار و ذلیل کند. الله سبحانه و تعالی طعنه زنندگان اهل سنت و الجماعت را خوار و ذلیل کند. الله سبحانه و تعالی بی‌علمانه به دین الله جاهلانه صحبت کرده، اهل توحید را طعنه زده، در بین اهل توحید فتنه کننده ها را خوار و ذلیل کند. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. وقتی من به پای رسید، برادر عزیزم شیخ ابو عبدالرحمن حفظک الله صحبت. الله استون کند شیخ عزیز، جزاک الله خیر، بارک الله فیک. اهل توحید یگون کس یکون برادره که عبدالله بودن کجا شدن؟ این ابن تیمیه همجا وره نمیتونن، برای که گفته استید که من همجا دعوت کن میرم. سلام علیکم و رحمت الله. اخی ابو عبدالرحمن، من شب برو آمدم، همین سحر به وقت مسکو ساعتای 4 بود، والعالم ساعتای 5 به وقت مسکو همراه غربا گپ زدم و بهانه گفته من اندلیت کرد، قبول کرد و شرطای خود را ماند و وقتی که هم تکفیر کرد، خوارج نامیده هر سخنای بد بود و یک آخری خلاصه در آمده من اندلیت کرد. دیگه من ایمان نداشتم که ببرم همراهش انیخ کنم و همین خاطر یکم کسی را وای کنید. ها شما را به خاطر چی تکفیر کرد شما را؟ مقصد خوارج گفت و شما یهودیه گفت و همین خیل یهودی صفت و تو دست داده و برد آورد. بیکر یگون گپ شما یگون گپ سخت زدید؟ نه من این گپ نگفتم. وقتی که او شرطاش مونده و شخصا با خود شما چی کرد رسی در خود شما که گفته شما اونا رو چی گپ گفتگی بودید با مادرش سخنی بعد گفته بود یا که بچه خطی. وقتی که
سخن بد به شما گفت، من گفتم حاضری دم تگیر همین خیلی گفتم با او دلیل کرد. همه کوه ها و یا مقصد اومدنی نیست اخی جان. ای شاید هم کذاب. چی باشد، شاید. و این با گفتاریم که اخی بعدا از همون ساعتای 4 تا ساعتای تا حاضر نگاه میکنم داخل یگان تا شدگی نیست داخلی ما. نه این شیخ خیلی نه درست خرابه. نشه گورش نگیال ادینه که شما گفته بیا وقت میگذاریم یه مثلا چیزی داریم با وقت صحبت بکنیم یا درست شد میشه اخی گورش نگیال یا گفت نیستم اگر هم نه صحبت بشه اخی اسماعیل، ما یک چیز دیگر چی بدونید عجیب. من پول شرط و یک رفته بحث کردم ده شرط برادرو مثلا شیخ ابو علیمه، شیخ حنیف، این دیگر مشایخ شرطشون دیگر است، فهمیدید؟ من والله مقصد شرط اونها بروزش رفتم. اونها گفتن که یعنی ما درباره همین شأن نزول آیات صحبت میکنیم. تمام شأن نزول آیات باشد هم بروز است. اونها مثلا دلیل ندارن. اونها ما نمیدونم با کدام زبان اونها زبانشون 1 کیلومتر شده است. این دیکوده گورش نگیال اخی جون نیستم درست شد رفته دین اما هم خدر مدام نیستم گورش این روز یگان تاش نمیتونم از ما درو مدام با دیدم نیستم یگان تاش نیستم این بودم و بگویند که تمام برادرها گفتن که چیده مقصد کانال اونها در نروین. برادرها که نام اونها را در این کانال ما نوشتن، لیکن دو چوجه یک کسی نیست که نام او رو نوشته شه یا اونجا دعوت کرده شه. خونش درش شکسته میداره و کذابوره. میخوام بهمون ایمای چه مونده میگریزد. اوزیری های کلان کلانش، جهمی های صوفی های کلان کلانش بیند میگریزد. ما در حق هستیم اخی. ما یگان خون شرمنده نیستیم از اینو. ما حتی گفتیم که هم مالش همون اینها به هرچی یعنی خوکسوری کردن گریم هرچی اینها بلو رفته است، فهمدید؟ من مقصد گفتم ای ابن تیمیه همون شیخ هم مثلا میگن که در نزد ما قول صحیح روجه مثلا مسلمان ها به نازل شدگی 91 مقصد اون کس این اومده گفت و در حال اون رد زده و گپای مثلا اون چی نمیگه. فقط دوامش سوال میتین که از همین آیات گرفته میشه که تو بود پرستار مسلمان بود. نه اینو بغض داره. اونها نگاه بکنید مردم هر یک کسی در اومدگی و شبه پارتیست که گویا که در همین مسئله شأن نزولش اونها یعنی در حق هستند. اعوذ بالله دیگر این مشایخ مدلس است، فهمیده؟ سوی کذاب یک گپای مثلا خیلی بلند زده استادی اخی جان خودش اگر دوام نه همه همین گپ دوام همین گپ یا همه خلق شده سن جهمیتا هم خلق شده سن اخی آخری گپشون همیه که مقصدشون آشکار گفتن نمیتونن که طاغوت پرست مسلمان های هم خیل میخوان اوستا خیلی غربا گو عیدانش برومد انا همه ابن تیمیه میگم همه آیات رو یک خلاصه بندی کنی یک بفهمون که مردم یا بشناسن میگن نه گپ خطای بس چه استدلال کردی سیگنی شو تا هم مثلا میخوای با مردم بفهمونی نیست تو سبحان الله در شما خیلی شک زده به چورایی که الحمدلله نه شأن نزول با هم گام میزنیم. همون اینا یگانه گپاشون این که ابن عباس گفتن همین خودش همین خبیث خونده است که میگه شاگرد ابن عباس مجاهد مسلمان ها به نازل شد گفت میگه، فهمیدید؟ بله دیم باره که مجاهد گفت هم بحث کردیم بله غربا میگم گفت ما گوش کردیم بله ابی مجاهد جان هم دیده است همین سوال بودم که خون همون مسئله را خون همجا گفت چی گفت استم گم در نمیگم عربی دی عبدالله ابن سلام گفت نام شما آورد عبدالله ابن سلام که ایمان آورد دو اجر گرفت همین هم آوردن مجاهد همین قولش داد او وای اخی جان هم بغیر نباید هر همین کودک دو همه داد زندم هر همین کودک اون خیلی حقش نیست تو زنی. لیکن وای غربا چندین وقت در این مونده جیم گشت که وای بغض به فکرم وای کشتگی همین اتمی بمب با این کفی دست وای اخی دیوونه شدگی نام شیخ میگره کسال میشه. ای منافقین این اوزیری السلام های عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم وعلیکم الله السلام ورحمة وبياكم الله. شيخ الكريم. وبس شیخ عبدالله مادر خوب سلامتون خوب است؟ الحمد لله بفرمایید صحبت بفضل الله. کنید. بیننده شیخ الکریم مصیبت یعنی که مشکلات در با همین ابن تیمیه چوجه و
در غربا نیست، یعنی که مشکل کلان به کسانی هسته که بنو موحد رفته به نزد همینو شیشته فریبته اونها شدن. اعوذ بالله من ذلك. منهج اونها حمیق منهج اشکار است که منهج مدخلی است. همین استادای غربا، همین چوجه ها، سبحان الله، من اون روز دور اومدم مرا اودایت کردن، همین مدخلی ها هستن. من گفتم هل مسئله العذر بالجهل فيه خلاف؟ مدایت کردن. اعوذ بالله. اینها سبحان الله منهجشون خیلی آشکار است. این چوجه ها ابن تیمیه و غربا، اینها یک کسانی نیستن که ما سبحان الله پشت اینها بدویم. و برادرایی که مثال دعوای توحید میکنن بدونن، همین ابن تیمیه وقتی که ما سوال کردیم صفت کفر به طاغوت میدونی، نمیدونن، یک کلمه نمی. اینو سبحان الله خالی مسلمان نشدین. یک انسان رفته از اینها علم آموخته، اعوذ بالله، و فریبته اینها شده گمراه شد. این خودی همین انسانی که معریض است، علم ناموخت. وقتی که یکمین شروط از شروط های لا اله الا الله چی است؟ این علم است. علم باید شک و شبهه را چی کند؟ نیست بکند. انسانی که وقتی طولانی مثال من موحدم گفته گشت، علم ناموخت، همین را سبحان الله به فریب ها چی میشه؟ فریبته میشه. و همین خاطر برادرها علم آموزین توحید منهج، یک منهج آشکار است. آشکار گفته است غربا میگه که یک انسانی که میگه کفر به طاغوت دارد، میدونیم یقینا یک وصف اسلام میتیم. اعوذ بالله من ذلک. ما چندین سال است که در بالای همین چیز صحبت داریم. این خبثا آشکار منهج جهمی و استاداشون معلوم است یگان استادی سوق ندارن. اعوذ بالله. همین استاداش کی بود؟ عبدالعلیم بود و یک کلام نافعی در امام میگرده، یک عربی، یک مصری. وقتی سوال میکنم میگم که در مسئله عذر بالجهل چی میگه؟ میگه که مسئله فقهیه میگه. اعوذ بالله. وقتی من قرآن آیات میارم، دلیل میارم، مرا دلیل میکنه. وای در همینجا شیشته با می نویسد که میگه یوربین چقدر بدین خدمت میکنن و شما هستین بنی اسرائیل، میگه بدین چی میکنین؟ ضرر میرسونین. اعوذ بالله من ذلک. تلک اذا قسمت دیزه. این چگونه تقسیمات ناعادلاتی است که ما با ضد کفر و شرک مبارزه میبردیم. ما با ضد شرک کفر مثل منهج در منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. محمد این رسول الله هستند و کسانی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، صحابه ها، شدت ترین بودن به علیه کفار و رحم دل ترین بودن در بین خودشون. اعوذ بالله. این خبثا الله هدایتشون بکند و کسانی که فریبته همونو شدن الله اینو هم هدایت بکند، برای که این یک انسان هایی نیستن که شبهه اینها رو گرفته شود. یک منهج آشکار رو گفته ایستادن که تکذیب آیاتی الله کرده، میگه که مسلمان می شود که مشرک رو می شود که مسلمان گفته. همین انسان هایی که چندین سال ها از خودش موحد می شمارد، درس رو گوش میکند که موضوع ما در بالای همین چیز است که یک انسانی که مثال من زن فهو زانی یا که من سرق فهو سارق، یک چیزی که یک عملی که یک فعلی که انجام داده می شود، همین به فاعلش اسم فاعل را داده می شود. یعنی که یک کس شرک کرد او را مشرک گفته می شود، یک کس شیشت او را شیشتگی گفته می شود، یعنی که یک کس خست وی را قائم گفته می شود. این چیزها از لغتن و از شرعن از همه طرفه چی است؟ معلوم و آشکار است. حتی ابن تیمیه رحمه الله می فرمایند فاسم المشرکی ثبت قبل الرساله. اسم مشرک این ثابت است پیش از رساله. و معلوم است والجهل بالله کفر فی کل حال قبل الخبر و بعد الخبر که محمد بن نصر المروزی اجماع را ذکر میکنند. این همه چی این منهج معلوم است. انسان هایی که فریب خوردن، همین انسان ها چی مشکلات داشتن. به همین خاطر الله رب العزت ما را ثابت قدم نگه بدارد و حق را به ما حق نشان بدهد و پیروی کردن را نصیب بکند و باطل را باطل نشان بدهد و از او اجتناب ورزیدن را نصیب بگرداند. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أبو عبد الرحمن، أخي عبد الله، خوب هستی؟ وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوبیم. شما خوبید اخی؟ ایش الحمدلله. أخي جون یک سوال پیشنهاد آمد. شخصی که در پیش قبرستان گیره و زالی کند، یعنی گاو زند که کاش شما زنده می بودید، کاش وی بود، کاش با ویلا کنند، آیا ما توسل ورزیده است یا نه اخی؟ نه جان، این گناه کبیره است برادرم. بارک الله فیک.
گناه کبیره است اخی. توسل همون که از همون از قبر قبر بپرسن. میکنم. توسل اصل توسل نگاه بکن برادرم. ای استغاثه از را قبر میکنم. استغاثه را استغاثه را که صوفی های مشرک وسیله میگن، وسیله میرد پیش قبر. فهمیدید؟ به خاطر یعنی درون قبرانگی فلان و مدام گفته، یعنی به خاطر یعنی چیزهایی که الله او را یعنی جوش چی نکرده است، خاطر نکرده است، همه را میگیرد و وسیله میکنه برادر. فهمیدید؟ به خاطر قبر، به خاطر فلان اولیاء، به خاطر فلان مدام میگود این وسیله به داخل میشه. اما وقتی که از قبر فرق نداره، اگر چه از قبر گفت که تو الله بگو، گفت یا که خودت من به یاری کن، گفت هر دین استغاثه است، مشرک میشه برادر. اما او داد فیغان میزند، این جون گناه کبیر است. گناه کبیره است. جزاک الله خیر اخی. بارک الله. اخی ابا عبدالرحمن هول همینو مدخلی چیش تن دعوا کردن سر کفر خودشون. اینو تسلیم نمیشن. کامپری بدندان اومده است. کامپری بدندان همینجا باشد، نامش تیم نوشتگی است. هسته اینجا. او اخی دمیست نه. او تیم نوشتگی درست؟ نامش همینجا هسته یا نیست؟ بود بله بله دمیست نه بله. کامپری بدندان اومد تک شو بسم الله همینجا گام میزنی. دندانای بارک الله فیکم. اینا برای چی کامپری بدندان میگم؟ به خاطر اینکه این گپ سر میکند. کاک بوده گویا که این همون افسانه بزرگ جنگلپوی نقر است، گفته رفتم میگرد. فهمیده؟ یگون نه کتاب، نه حجت، نه دلیل. رنگی همون کامپروی که در لب جو میشینن که همچنین است. اگر همینجا باشد، همین با چی تیم همینجا باشد، یک کذاب وزده بکشو ترسوی خبیث. اخی جان اینو دلیل گفتنی که دلیل میگویی مر میگذر نمیدونی اینو همین گفته رفتن میگن نه سند از پیش نه حدیث نه قرآن و سنت اهل سلف صحابه اینو در عموما این همه از پیش خودشون گفته رفتن میگیرن از نفس خودشون. السلام عليكم ورحمة الله. شارك أبو عبد الرحمن صوت إن شاء الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوبم. شما خوب هستم؟ تو خوب است؟ الحمد لله. أنا سوال بود از کام قبل پرسیدنی إن شاء الله. همین یا نمود دام میکنم سرخ بودی سفید بودی خیلی و حقی داوود و سلیمان سبحان الله هم خیلی چیزا حال میکنم. همین چیه اون توبیت هستش چیه که سبحان الله یه نه حیوان فقط برادرم جایز نیست. بارک الله فیکم. این والله حالا شرک اصغر میشد به حق فلان قسمت. ابو عبدالرحمن این میگوید که دعوت کردم داخل نشن حوزی در تلگرام همراه من در صحبت نه برآمدند. اونها میخواد که برادر عبدالله و ایها دو کس، من سیم کس. من مقصد ما این است که اون گمراهان که مقصد همه جا داد فیغا میزن، روی سیاه جهمیگی آنها رو به مردم نشان بدیم. هر دو من او کمپر بدندان چیکار کنم موره؟ باز این نوشته است این صدای من میشنود خصوص داخل گروه های اثر اینا یک دعوت به مناظره کنش که مردم فهمند تو که مردم از این شبهه که انداختن ها حق فهمند. برادرم او در یک گروهی که کمیتره بود با ما صحبت کرد، یک گروه رو کشود. گروه هنده سه کس، دو تا او به یک برادرش، نمیدونم او کیه، بنو معاص اوروس الف شده اومد. میگه که بیا در همینجا بحث میکنیم. میگم بیا در بین مردم بحث میکنیم. اونها نگاه بکید، اونها بحث درباره چی بودن مثلا معین نوکر میخواد بحث بکنه، محل نزاع مثلا
حالا معین نوکر میخواست صحبت بکنه اخی جان فهمید وقت معین نوکر میخواست صحبت این خیلی نیستون که چی صحبت میکنیم اخی این گمراه کتی درباره چی هر چی گوید هر چی اینها خواست همین به صحبت که رفتن نمیشه همین کتابخانه اهل سنت هم میدونه کیه این به همون کانال کتابخانه اهل سنت دعوت کردگان در اینجا آذری‌ها این کانال آذری ابو صاحب است این значит آذری است این آذری نه طاغوت پرست است برادرم این حتی طاغوت پرست است الله اکبر اردوغان کسی که مسلمان میگه چی است برادرم مشرک است مسلمان میگه کفر است اعوذ بالله چی این که این کسی که منو بیا گفته است که یک جاهل است اخی این کمپیر بیدندون علمش نیست حال برادرها ضبط کردگی باشن کامنتر میبینید میگم شما اهل زیغ سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته کی برادر صحبت با جاهل میشه با میشه جاهل است بگی فهموش کنه ها تو همون ملاحظه ها تو هستی درست اوستا بکشو شرمنده اوستا بکشو یه نقطه ملاحظه ها تو هستی شرمنده چی فرق داره ما کی هستیم تو برادرت را پیشنهادی صحبت کرده قضیه صحبت کرده تو میترسی باز کی از اون میترسم میترسی او یک جاهل است با جاهل چی صحبت کنم بیا با خود صحبت بکنیم جاهل صحبت میشود دلایل تا پیشنهاد که و او هم دلایلش پیشنهاد میکنه در بین مردم گفتی بیا مرحمت این دعواگر شما هستید در قرآن و سنت در یگان جا وجود ندارد که بت پرست یا قبر پرست ها صحبت کنه بله تو ادعا کردی که یعنی ما گویا چنین عقیده داشته باشیم که بت پرست و کسی که مثلا به شرک عبادت میکنه گویا مسلمان میشود و این ادعا را کردی یعنی باید دلیل بیاری به این ادعا که ما هم چنین عقیده داشته باشیم عذر بالجهل چی گفته نگاه پس بله صحبت کن من گفته استم که شما را عذر بالجهل چی گفته نگاه پس بله اول تو ادعا ثابت که او عذر بالجهل چی گفته نگاه پس شما میگه تو که در شرک اکبر ادعایی که کردی اول ثابت که چی ادعا کردم ما در کجا گفتیم که بت پرست مسلمان است حد عذر بالجهل چی گفته نگاه پس عذر بالجهل چی گفته نگاه پس برادر ادعا ثابت که ادعا فلانگی شری ادعا ادعا گفتن گفت که کسی میگه که عذر در شرک اکبر در کفر اکبر عذر هست میگه گفته استاد است که بت پرست که قبر پرست مسلمان است گفته استاد است اینو من نفهمیدم اینو عذر بالجهل گفته چرا میفهمم شما عذر بالجهل گفته خوردن نوشیدن چرا میفهمید من نفهمیدم استاد من ادعا ما اثبات کرده استادم که شما میگید که در دین ما در شرک اکبر در کفر اکبر جهل عذر هست این گفته نگاه که یک کس بت میپرستد یا قبر میپرستد و مسلمان است گفته استاد شما در شرک اکبر جهل عذر نمیدونه ما جهل عذر نمیدانیم بله قرآن اند یگان جوشان نامده است که بت پرست مسلمان است اگر قرآن اند یگان جوشان اومدگی باشه یا سنت اند اومدگی باشه که بت پرست مسلمان است کسی در انتخابات آیا اشتراک در انتخابات شرک اکبر بحث آغاز میکنیم یا نه بله ها بحث آغاز میکنیم در انتخابات اشتراک کردن شرک اکبر است یا نه بحث محل نزاع من شما چی است شما با من در چی مسئله شرک اکبر گفتی آیا در انتخابات اشتراک کردن شرک اکبر هست یا نه همین رو شما شرک اکبر میگه اما برای چی عذر میتیه در حالی که ادعا داری که در شرک اکبر عذر نیست آخر محل نزاع در چی است محل نزاع را چیکار میکنی این محل نزاع اگر نفهمیم چی محل نزاع دیگر درباره همین صحبت که شد دیگر درباره همین رفت محل نزاع عذر بالجهل معلومه که عذری است صحبت نه فهمم محل نه اینا خودش به حالش میگه که محل نزاع من تو این است که مثلا برادرها میترسن والله میترسن عقیدهشون از چی میترسم تو گفته است عذر بالجهل هست یعنی که تو تقسیم بندی نکردی الله رسول تقسیم بندی کرده بیا محل نزاع صحبت بکن تمام
نه هیچ خطر از او نمیزنه. بسم ما الله. حتی با ادعا دارم که همینها حتی در شرک اکبر عذر میتیند. خودی همینها مالش ما عذر میتیم نمیتیم. ما این مسئله میریم. تو نگاه بکن، شما اومده یک حکم به یک عمل معین گفته استودید که این حکمش چی است؟ این عمل معین حکمش پرسیده استودید. ما گفته استودیم که عموم در شرک اکبر، در کفر اکبر ظاهر جهل عذر هست یا نیست؟ این محل نزاع اول بیان بشد که گیجون به شما ما یعنی مخالف هستیم. بعد صحبت دوام میتیم. به ازی در اول ظاهر نگفتی، یعنی در عموم گفتی شرک اکبر گفتی و موافق همو عقیده ای که در اول گفتی موافق همو عقیدهتون خطا نظیری کافر هستی. ها یعنی تو ما رو تکفیر میکنیم؟ موافق عقیده خطا کافر میشوی. موافق عقیده خدا ما رو مان شد به موافق عقیده تو ما چی هستیم؟ موافق عقیده ما شما تکفیری هستی، اما موافق عقیده خطا نظیری کافر هستی. ها تمام. برای چی ما کافر مثلا تکفیری هستیم؟ برای تکفیر ناحق میکنه. یعنی کی تکفیر ناحق میکنیم؟ قبر پرستا رو مشرک میگیم. کسانی که قبر پرست مشرک نمیگن اون رو مشرک میگیم. برای همین تکفیر ناحق است. درست؟ یک بار دیگه تکرار کن برادر. تکفیر ناحق ما در چی است؟ یعنی ما میگیم که قبر پرست لا اله الا الله بگه تو قبر پرستان مشرک است و دومین انسان همون رو تکفیر نکند. طالب علم جاهلش مثلا حجت بیان کرده میشد، عالم طالب علم میشه تکفیر کرده میشد. به خاطر همین ما رو شما تکفیریست میگید؟ خیلی با جاهل حجت میرسونه یا با عالی؟ با جاهل عذری، با جاهل اکنی، با جاهل عذری حجت میرسونه. حضرت شیر قطیمه صحبت میکنی؟ توی کامپری بیدند را استادو تکتبی قنوات پناه تکتبی ما هر دوت کسی صحبت میکنم. یا میترسی صحبت کوخی؟ ما هر دوت کسی صحبت میکنم. بسم الله قرآن سنت یک آیت بیارید که در کفر بیا یک لحظه بستوخی موضوع بحث هازی گفته سبدی کو؟ ها معین که موضوع بحثه. بله خب مسئله همین را اثبات میکنیم که نیمو در شرک خفی همین ما میگم که اینها موافق عقیده خودشون چی هستن؟ عذری هستن کافی. شما هر گپی بیجا نمیزنید. ما عزت حرمت که گپ زده استودیم. عذری هستن دیگر هستن گپای بیهوده پوچ لازم نیست. الف دایشی او الف دایشی گپای بیهوده لازم نیست. محل نزاع کامپری بیدندون بسم الله معین بکید که در شرک اکبر در کفر اکبر ظاهر در دین ما عذر هست یا نیست، یا که دیگر معنا محل نزاع میتونم انتخاب کنم. محل نزاع انتخاب نمیکنیم. محل نزاع با ما میگوی که محل نزاع من تو چی است؟ بحث انتخاب کردن موضوع گفتم اوکی. میمونی موضوع را انتخاب کنم. موضوع نه، موضوع ما یک است. موضوع ما در انمین 10 نواقض اسلام آیا جهل عذر شده میتونه یا نمیتونه؟ آخه موضوع را انتخاب نکه بیا ما انتخاب کنیم. چی میترسی؟ تو حق هستی کنی. موضوع اساسی مونده میرود. نه موضوع اساسی نمیمونه. عذر به جهل در خفی گفتیم میتیم. عذر بالجهل چی گفته نگاه است؟ آخه بیا تو ادعای خودت دبست. نه آخر تو هر جا میبینی هر موضوع رو انتخاب میکنی به این موضوع نمیکنی. موضوع نه یک موضوع فقط یک موضوع انمی 10 نواقض اسلامی که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب ذکر کردن آیا به احد یگان انسانی که به انمی 10 نواقض اسلام گرفتار میشد جهل عذر هست یا نیست؟ یعنی تو باید اون چیزی که میخواهی بگویی ما باید پاسخ بدیم. موضوع ما همین است. موضوع ما عذر بالجهل همین است. من حاضی گفتم که موضوع را من انتخاب کنم. نه چی تو انتخاب میکنی که موضوع رو میترسی جواب دادن؟ نه میترسم. تو اگر همچین سوال بیا انتخاب کنیم اگر نه بیا موضوع را من انتخاب کنیم بحث کنیم. تو اول بگو که اول ریشه را مونده ما مثلا تنه بمیریم. بیا ریشه حل بکنیم. میریم برگ چرگ ریشه و کرم همه چیزش نمیریم. ریشه حل میکنیم. ریشه را اول حل میکنیم. ریشه گپ میزنیم یا نمیزنیم؟ بله در ریشه از ریشه میریم. تمام اردوغان کافر هست یا نیست؟ ریشه اول
همین ریشه هست. همین ریشه هست. بله فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله ریشه هست. بله فما یکفر بالطاغوت منهج است، اینه که تطبیق این ریشه نیست هیچ وقت. ریشه هست، ریشه فما یکفر بالطاغوت چی است؟ ایمان چی است؟ قول است و عمل است. بله ریشه هست. ایمان قول است و عمل است و اعتقاد هست یا نه؟ بله بله. عملا بگو که اردوغان کافر هست یا نه؟ آخه این تطبیق است، شخص معین است، این ریشه نیست. ایمان چی است؟ ایمان چیست؟ قول است، عمل است، اعتقاد است. همش یک جو است. درست؟ انا کو بگو که همین قدر علم داری که ده همین بار صحبت اردوغان و احمد و محمود صحبت میکنی که منهج اصل همین است. اصل تطبیق کرده میریم. شما جهل مردم اصل اردوغان است. اصل فما یکفر بالطاغوت است. تمام خیلی فما یکفر بالطاغوت صحبت میکنیم. اردوغان طاغوت کی است؟ برای بیان بکن. طاغوت پرست کی است؟ بیان بکن. چند مسئله دا پرید یک بیا حسابش کن. یک مسئله است. مسئله ما عذر بالجهل است. مسئله کفر بالطاغوت است. این مسئله یعنی که مسئله عذر بالجهل کفر بالطاغوت یک است. ما گفتم کو آزی پیشتر گفتم که مسئله شرک تو کامپیوتر بداندون چی تو گاب میزنی تو من اصلا تو را قابل برای که من تو را قابل بحث نمیدونم. تو یگان کتاب نه تاجیکی نه ازبکی نه عربی خوندگی نیستی. تو که ما چه صحبت کنیم؟ تو در حالی که مسئله درکش نکردی استودی. تو کلمه زایق حالا نمیدونی که کلمه زایق عربی است یا تاجیک است. با تو چه صحبت کنیم؟ همه من در حیرتم. فهمو نه خودت هو را هي فرق نمیکردی که بیا اوس نره. کار ندار من هو را هي فرق میکنم یا نمیکنم. تو گفته است تو گفته است که کلمه انتون نه چی فرق داره؟ کار ندار برای من تو با من اومدی زبان عربی صحبت بکنی. خیلی کارم ندارم زایق میگوی یا غایز میگوی فرقش چیه؟ تو شرمنده خدا تو ایراد گرفتی این کلمه به من ایراد نگرفتم. من اقرار کردم که اشتباه کردم مشکل در اون نیست. خودم وقتی اقرار کردم مشکل نداره. که من جاهل هستم بگو مردم بکی من در همین مسئله همین کلمه ده جاهل هستم. من در همین کلمه جاهل تو تمام دین به جاهل هستی. تمام بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ ابو عبدالرحمن. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اخی جان مونت گازنی صحبت نمی یک دقیقه یک به نهایت یک سخن کفری سخت گفته میشه. من امیر یک بار کم ترک توضیح دیم. امی آدم گفت که شعر صحبت کردیم بابای ابو حلیمه. یک دقیقه صبر کن که برای که شما با همین منهجایی که با منهجایی که جهمی هم اگر بیند در حال شما میخندد. همین منهج وقتی آمده یک دقیقه من هم یک چیزی که گفتم یگان دقیقه تو حق وارد شدن در بحث دو نفر نداری. محمد نام داره چی نام داره ما برادرها صحبت کنیم بعداً با خودت صحبت میکنیم. نه برای که اینجا یک شبهه کلون پرت افته. این شبهه را باید در جاش ما باید انکار کنیم برای که ملت ابراهیم سلسله رد حالی میزنی شما بیکار اینوخی. این یک استهزای دیگر باید کفر دیگر یک کفر دیگر با یک استهزای دیگر با یک کفر. خیلی مرش ابو عبدالرحمن صحبت کنید برادر عزیز. این که چی صحبت کنم؟ من که از اول گفتم که شیخ من با این صحبت نمیکنم. این جاهل است. این یک ورق کتاب خوندم که چه صحبت جرأتی صحبت الله استون کنه این اعوذ بالله انتم نگفته گشته ولی برای یک ساعت برومزاد این که صحبت کردم بیفایده. من در کامنتر هم گفتم که من با تو صحبت نمیکنم. تو کامپیوتر بیدانون حداقل کتاب تاجیکی یک ورق خوندگی کسی جرأت داره صحبت میکنه در شخصی بیا شخصی ده صحبت کنیم. اینجا صحبت نمیکنیم میترسیدیم. یگان شخصی صحبت تو که ما وال میدونیم گپ زدن. من گفتم که قنوات بیار ابو صحیب بیار استادات بنده بینا برای چی میترسی صحبت کردن؟ برای آنکه استادات یک جاهل تو پای است. آخه با تو چی گپ زدم من؟ نه من استادای من نیستم. من در نزد اونها علم نگرفتم که استادی من باشم. تو کاز دو فیغان بزدی که با استادای من گفته؟ خیلی یک دعوتگر هستن همچون یک دعوتگر قبول دارم. استادات جرأت نداره که با ما گپ زدن. تو که ما چه گپ زدن؟ تو حقیقت ما مسئله شرک خفی. شرک خفی نه تو بگو که بت پرست مسلمان است یا کافر است. شرک خفی را سوی من بت پرست مشرک است. کی میگه مسلمان؟ تمام جهل عذر نیست. درست؟ خودت ته جهل ذکر نکردی. جهل یک مسئله است. بت پرست کافر است یا مشرک است یا مسئله دیگه. تو سخن گفتن نمیتونی ولی. سخن گفته استادم همون یک بت پرست در ترکیب سخن جهل عذر این چیزا نیست.
ها یعنی من به استثناء گفته استم، تو هم به استثناء یگان خیل مثلا استثناء نوورد میگویی که یگان استثناء نیست کفر هست، درست؟ یعنی اکراه هم استثناء نیست؟ این تو گفته استفاده کنه که به استثناء کفر گفته استفاده کنه. آخه وقتی گفته شید عموم گفته میشونه که استثناء وجود داره. تا هم استثناء وجود داره. اما استثناء چی است؟ یا هم مسئله خفی را دلیل هاش بیار که عذر استثناء چی است؟ استثناء گپ زن کن. چرا دلیل نداری عقیده داری؟ استثناء ها را گپ زن کن. عقیده مرا مان استثناء عقیده خودت به استثناء های گپ زن کن. عقیده مرا مان عقیده من استادم برادرم همه مثل آفتاب بیان است که چی عقیده است. تو بگو که استثناء ها چند است؟ عقیده شما ادعای کلان داری. من اگر عقیده ما را تو نفهمی این پرابلم تو است. دلیل تبیار بفهمم. دلیل تبیار من میخوای بفهمی. داخل درسای شیخ ابو محمد مدنی را گوش کن میآموزی. دلیل قناعت کننده ندارد. دلیل در اون رو نمیشه. آیا ما وظیفه دار هستیم که اون کس قناعت بکنیم؟ ابو یعنی جهل مقلد به صوت مدنی هستید. ابو جهل از پیامبر صلی الله علیه و سلام چی نشد؟ قناعت نشد. تو چی تو اینات کرد، دروغ نگو. اینات کرد. گردون اینات دروغ نگو. همین دروغ نگو اقلا. ابو جهل برابر نشد با ما. چی اینات کرد؟ تو از ابو جهل با پاستر هستی. خیلی عقیده ای تو عقیده ما بشه. تو را من گفته استم که استثناء ها را ذکر بگیم که در شرک اکبر ظاهر بت پرست و قبر پرست چند استثناء را الله ذکر کرده است. یک تاش گفته اکراه قبول کردم. با دیگر هست یا نیست؟ مسئله گفتگی ما گپ میزنی یا اینکه همین مسئله دمیستی؟ نه ما انمی 10 نواقض اسلام به هر کسی که واقع میشن من در همین مسئله گپ میزنم. دیگر مسئله تو خفی پفی تو کتاب نمیدونی، نام کتاب نمیدونی، خواندگی نیستی، تاجیکی خواندگی نیستی، که گپ زدن بی فایده. اینو فهمیدی استودی؟ برای همین گفتم همین 10 نواقض به اصلا من همین 10 نواقض به تو که گپ نمیزنم به خاطری که استاد این مسئله را نمیفهمد. اگجا من به تو گپ زنم. هر یک قد کوچن یک سگی بیکار مونده، یک بیچوفکه، یک طاغوت پرست اومده از تگی نمیدونم بیچخونه اومده منو گفت که بیا این مسئله رو صحبت میکنیم. گفت ما این وقت نداریم. تو ما درون کامنتار نگفتم که تو کامپیوتر بیدندون تو ارزنده صحبت نیستی. تو نامت دروش نوشته نمیتونی. تو که چی گپ زنی؟ فهمیدی استودی چه خیلی بی‌نام انسان هستی. بسیار دروغ میگویی. اگر من دروغ نگم الله تو لعنت بکنه. بگو آمین. چی وقت تقوش نکردی تو قمر را لعنت کنه؟ تو دعوا داری که من دروغ گفتم. یعنی که اگر تو دروغ گفتی الله لعنتت کنه، درست؟ استثناء را ذکر میکنی یا نمیکنی؟ الله لعنت کنه دروغ را. استثناء را ذکر میکنی یا نمیکنی؟ چرا از لعنت میترسی؟ استثناء را ذکر میکنی یا نمیکنی؟ شیخ الله اصلاح کند این قضیه فایده نداره. بیا کی تیم هستی پیم هستی که من بگذار ان شاء الله قضیه تو صحبت میکنیم. نه لیچ نره داخل عبدالله همچه کار نه هیچ نمیره همچه کار میزنه. آواز دیگه برادر همه بزنی. 10 نواقض اسلام با گرفتار شده و گپ میزنی مثلا به استثناء دیگر وجود داره گفتی همون کدام استثناء؟ نه من مسئله را گذاشتم مسئله خفی در بیا حجت و تبیین تو بیت پرست هستی. بیت پرست اومده در دین ما اومده میگه که من خفی دین شما با گپ میزنم میگه یا که بیت پرست کردی اول بیت پرست چه مسئله حل میکنی؟ بیا مسئله خفی در حجت بیارته برای که اقرار کردی. نه این گپا رفته. ها همون قناعتی طاغوت پرستی برادرت رو میگویی؟ او رفته خوش آمدی اگه نه الان نگهبانتون باشه الان هدایتتون کنه. جو میری دیگر جو تو همین سخن داری فقط کمپیر و مسافد و شوی خولت هم خیلی گپ میزنی دیگه احمق هستی. سخن اساس نداری تو. از مسئله نگریز من از مسئله نگرفتم. من در همو کانال سوالت کرده بودم که مسئله خفی شما عذر میته یا نه. من سوال کرده بودم. من تو را گفتم که من تو که گپ نمیزنم در اون کانال گفتم همین چی باید گپ زدی کنی؟ تو نوبود بشه تو شرمنده را میخوام با قول خودت مخالف هستی یازی خودت خیلی احمق هستی. گپ عقل خودت خاطی مخالفت داری. بی ادبی نکن. چرا بی ادبی کردی؟ من در همون کانال گفتی حجت‌ها را میارم. کنی حجتات من دلیلا را انتظارم که برای خفی را عذر دادن دلیل در پورای خوی. این سوال نوبتی است. ما درباره نوبتی نه تو گفتی میارم همون کانال را باید میوردی.
تو گفتی که ابو صهیب که قناعت و مبشر مسلمیان کافر هست گفتی. من بعد میبینم گفتم تو گفتی نگفتی. الله لعنت کنه دروغگو. الله لعنت کنه دروغگو. این گفت که برادر ها، این برادر گفت که هر کسی که بت پرست که قبر پرست مسلمان میگوید گفت و مشرک است گفت. به شک مشرک است. حاضرم میگم قناعت که مبشر مسلمیان و کی ابو صهیب بت پرست مسلمان میگوید یا نمیگوید برادرها؟ مدنی هم میگه مشرک است. مدنی شوی خالت است. مدنی که کار نداره. میگوید نمیگوید برادرها؟ همرا بگوید چه عبدالله برادرم دیگه برادرها بگه که میگوید یا نمیگوید؟ شیخ محمد بله حتی تو با طاغوت حضور میتیه با طاغوت پرست مونه سبحان الله همین طوری شرطی بله که میدونم طاغوت است و تکفیر اهلها همین تکفیر اهلش است. این چهارمین کفر به طاغوت است و زندگی خبیث نجس به همین طاغوت هم حضور میتیه. آزی همین یک سه نقطه بود همینجا یا که همین تیم بود کی بود هم سوال کردین که اردوغان همین در مسئله اردوغان چی میگه طاغوت است از دین است این مسئله در تطبیق میگه که وای انسانی معین است در قولش صحبت نمیکنه در طاغوت حضور داده است هیچ کمک نی خری گوزده سبحان آخر همین گفته است ایمان چی است؟ گفت ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است. میگه عمل چی به داخل میکنی در اینجا؟ عمل این است که اعتقادی کرگید به مقصد حکم میکنی بالای همین عمل میکنی. آیا کفر گفتن عمل است؟ نیست عمل است. من برادرها من این اول نشناختم، این اول نشناختم بعد اوازش شنیدم که کمپر بیدندون است. من در همون اگر مثلا برادرها ضبط کرده باشن همون کامنتر گفتم که من با تو صحبت نمیکنم، تو کسی نیستی که با تو صحبت کرده شود. این مقصدش چی؟ چرا خفی گفته گریه دارد؟ میدونید این میخواد که مسئله انتخابات برد. فهمیدید؟ سخنهای شیخ نفهمیده بازی کند. فهمیدید؟ همین معاذ آوازش براد همین معاذ همین درویش زاده چه موندگی راست میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شما از همین ها نیستین؟ از اهل همین ها؟ نه اخی جان. نه الله استون بگم. اون روز یک انسان الف شده اومده درویش زاده رسمش مونده کدام مثلا یه رقم مونده بالاش اومده بود که کی میدونید برادر ها؟ همین سه نقطه بود. اخی ما صحبت کردم ها همین سه نقطه این دویشی شده اومده بود. درست فهمیدید؟ این کذاب این کتی ما صحبت کردم اخی درباره که کذاب این خریسا اینو هر نمید که اینو اوش دیگر که دیگه من صحبت کردم هر سه ما صحبت هر دو کتی صحبت کردیم سبت اخی او در مسئله رای بود من پرسیده سبت که چرا تو شیخ خدمت تکفیر کرده گفتم خیلی کذابی کرده بود. الله لعنت این کافری بیدندون چی گپ میزده باشد؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ ابو عبدالرحمن صدای من هست؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اخی جان شیخ حنیف من این کمپری بیدندون به شما میسپارم. من کمی کار دارم. با من بره این شاگرد من عجب پیدا داشته است. این کافر شده بود مسلمان شده است نشده است. بیارش کنم. اینو هم توقیت مسلمان گفته گشته میگه مسئله معین است. این همون شاگردی چند دارد جنید باید یک معاذ این هم نامش جنیده و هم جنیده این جنیدی این هم جنید میکرد نامش دائما انا استادش همون که ایمو از من در لیشکه نویسم که و تشویشش بعد داید کم گفتم که دفشه برای در اونجا صحبت مینه ما آزی که درس میته زبان عربی این استاد یا این هر دمیا این سگ بچه‌ها یا چند سال پیش شاگردا بودن اما طرف خوارج کمتر اشغلو که بود با گشت با طرف مرجع رفت. حالا بعد اخیر همین ابو عبیدالله رقتی مسلمیار اله گرفته بود در مسئله العود بالجهل تا تکفیر میکرد لیکن همین وقتی که حضور دادن پولنی دینش دیگه کرد پولنی نه فقط در دیگه مسئله هم این بیچاره کار خونده نمیتونه. شیخ حنیف همین جمله ما گام میبرم برادرها والله شما فکر نکنید که من از مسئله کلمه خفی کفر اکبر خفی گفتن گریخته شده باشم. والله الله رو شاهد میگیرم نگریخته شدم. اگر حاضر همین شیخ حنیف بیان تو برادر برای علم سنجیدن من تو سوال میتم تو همین به دلیل ها تا پیشنهاد کن که گیجون کلمه کفر اکبر خفی گفته علما ذکر کردن یا که مسئله انتخابات چگونه خفی شدنش ممکن است چگونه ظاهر شدنش ممکن است حالت خفی است یا حکم خفی است گفته سوالتت والله هر یکتون به یک جواب میتم. لیکن
این کسی است که این مسئله کسی که لا اله الا الله به لا اله چی گفتنی گپ است حالا نفهمده است این که گپ زدن نمیشد برادرم برای همیشه من گپ نزده استودم فهمیدید الله یسترتون کرد جزاک الله خیرا امی تیم همجا باشد بیا من خطیش صحبت میکنم البته اولش که اهل بیدت هر موضوعی بخواد بالا صحبت نمیشه لیکن در مسئله خفی هم باشد صحبت میکنه در مسئله انتخاب هم باشد ما برای شما همون عالمایی که عالم گفته استادات میورن از لجنه دائمی مسئله انتخاب را بخونید اگر در مسئله خفی برای چی خفی شید برای همون لجنه دائمی همه علما گفته گفت که خفیش گفته هستند اما برای همه خفی بر کسایی که مثل خودت جاهل احمق هستند اونها لیکن اینجا بیا کجا شدی تو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دقیقه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما تبع الهدى شو کدی طول زنده ای ولی زنده موضوع را خطا فهمیده میتونم بیان کنم نگاه کدا تو میدونی که من ترا ساز میدونم تو منم ساز میشوسم خلاص بیا دیونگی نکنین یا کاری کنین که هم خلاص موضوع را میتونم بیان کنم مقصد که شما اشتباه بیان کردید مقصد اون نبود اون چیزی که بیان خب نه چرا باید نگاه که من شما رنگ همون صوفی رنگ همونو سر کرده گیدم نازیلو میفراد که هر موضوع خودتون میخواید دو صحبت کنید تو اول بگو که در مسئله کفر به طاغوت صفت کفر به طاغوت چه کردی ای خود کردی تعلیم گرفتی نگرفتی کجا شدی یعنی که ما باید در بیوگرافی خودم جواب بدم یا که یک اون مسئله را اون چیزی که ابو عبدالرحمن صحبت کرد مثلا تو گوتی دادی مثلا با کفر رفته بودی برام میگم مسلمون را اینا گرفتی ابو عبدالرحمن گرفتی بله اینا را صحبت میکنیم اینا جاش میاد اما کی او شخصی که پیشتر صحبت داشت با اون شخص در یکی از کامنت‌ها یک گروه در مسئله خفی شرک و کفر خفی دا گفت عذر میتیم ما گفتم دلیل پیشنهاد توی بابی تقیسه نکرد تو حالا هم آذری هستی یا که توبه کردی چند قشید ندیدم من تو را نه آواز شنیدم گفتم تو زنده هستی تو چی هرچی نقل میکنی تو در مسئله نتونستین کشته زنده ای ترا کی میکشه تو چه کاری که خیره به علم جاهل نیست یک پشه کرده چی میکشیم گفته چه یادتون فراموش کردین تکفیر کردین تو وقتی که مردم مادر شد اشنام کردی وای ما کردی ناشناخته وقتی که من شناختی دیگه سایت هم ایواز کردی در فیسبوک الله لعنت کنه کسی دشنام کرده باشه یا قسم به الله که دشنام کردی گفت از مادر دشنام کردی حتی همچنین تهمت کننده را که ما را گفتی آدم را فروختی او صحبت میکنه من برای کی نگفتید الله لعنت کنه تهمت کنندگان رو گفت این یک شوهر پاتوف کی گفت کی آخری شما کس تکفیر کنید قاتل میکنید گفت انا می تهمته برای کی از این میبرد که شما احمقان عقیده ما هم نمیدونید نه قاتل تهدید کرده بودن برای همو خود شما اقرار کرده هستن تهدید نکن تو همین جواب شما تکفیر میکنید و قتل میکنید تو گفتی همین خیلی نگفتی از خیلی ضبط شده سه کذاب ملعون نه همین شخص تهدید کرده بدم نگفته هستم تهدید کرده خودش اقرار تو گفتی که شما تکفیر کنید قتل میکنید که میگوی همین تهمت به هم نیست مگر تهمت نیست می ضبط سایسرمون یا گوش میکنیم ضبط سایسرمون بیا گوش میکنیم برای تو ضبط سایسرمون این ضبط دروغ گفته سی تو مثلا اون نگفت همین شخص معین گفته است تهدید کرده دیگه شیخ محمد الله همین برای خیلی شیخ همین صحبت نه کذاب همین تهمت کرده رفتن میگن شاگرد نه بده یا با من بسوره یا من یک مسلمان نشوم نمیدونم خاک نام تا چی بگم ترا تیم نایستگی تیم دادر این دینی الله نمیشه که خیلی مسخره بازی کنی ایجا بیجا پری ایجا باجا پری تو میدونی که هم قسال موقتی تو صحبت کرده بودیم ما تو رو یگان چیز مگر از قرآن و سنت نگفته بودیم البته در مسئله الاوذ بالجهل ختم اول تکفیر میکردیم خیلی بود جهل اوذ بالجهل بعد این مسئله که حتی کسایی تو تکفیر میکردی که ما در حیرت میزدیم خیلی بعد میگفتی کفر شرکش گفتیم خیلی مایلش این شاید دیده است کم کم غلو هم کرده خیر است این بالا را لیکن بعدی این اومدی وقتی که ابو عبیدالله قطی مسلمیار جهل عذر گفتن در حال عقیدت ایواز کردی آیا تو مقلد نیستی چی هستی به همه من بگو نه این دروغ است به من اونا پول نمیتونن ایواز کردن نه نه دروغ است من چیزی نمیتونم من عقل دارم نه مقلدی با باطل نشود اونها نیستن مقلد با اونها نیستن دادر گوش کن من تراز پول گفتم چون هم اهل بدعت شما هم دین کو با پول چه خیلی دیگه فقط درباره پول گپ میزنید درباره شهرت گپ میزنید شما فقط از شهرت و در پیش مردم و پول دیگه چیز نیست دین حالا از این تو پاک است چرا شما فقط فکر گوش پول از است
ما هم همون انکار کردیم من آخه گوشاتون شده هست ما همون انکار کردیم که ما هم خیلی نیستیم آخه چرا در بالای پول گپ میزنی؟ گویا که تو کسی پول داوری چیز داره تو پول انکار احساس کردیم میکنی که ما تو اصلا موضوع عموما دیگه اصلا نباید چی در کنیم تو ما دین الله سبحانه تعالی این دینی است که اگر کسی که لایق باشه الله هدایتش کرد اون بدون یگان پول و مقلد ناشیدن و بدون کبر و ریا او رو قبول کرده میرود. من برای تو میگم که تو بچه که بد نبودی از وقتی که من میدونستم من با تو خیلی صحبت کردم خیلی سوال و جواب میکردیم همین خیلی بود یا که من دروغ میگویم؟ سبحان الله همین خیلی وقتی لازمی تو که اگه استادای بعید تا میوردی که صحبت میکردیم این جاهلکا من خواستم با هم الله استادی استان کنه بیننده یک علما میگفتن که وقت عمر خیلی کم است ولیکن علمی که ما نگرفتیم خیلی بسیار است به همین خاطر وقت ضایع نگذارین این قطعی اینها یک شبهه با علم می آوردن ما وقتی رد بزنین برادرها یک فایده میگیرن این قیل و قال و قلت و عقل این چیزا قطعی نمیشه الله استان کنه به همین خاطر این وقت گرفته است یک گفته گپو بلیت بگیرین برادر عزیز اگر شما را حفظ کند بله نصیحت شما قبول لیکن گپ بسر است که این بچه که من ساز میشناسم میخوام که شاید سبب دعوت هدایت همین شم ماره که خیلی مایده بچه ها که فریب خوردگی هستن الحمدلله چند تا شهید بوده که گشتن این بچه که خیلی قطعی من قریب خطا نکنم یک سال 2 سال ما قطعی شناس بودیم این ما سوال میکرد خیلی در هر مسئله عقیدهش درست کرد بود اما همین رفت مقلدی کرد با ابو عبیدالله و مسلمی زمانی که ابو عبیدالله خودش گشت خیلی محل شکل بالای گشت نگشت دیگر مسلمی را برای خودش ایلا گرفته قطعی برای چی نداشت گریش نام فراموش کردم جنید بود خیلی نامی اصلیش در اسم معاذ قطعی است که معاذ اینا دو کس فریفتای همون مسلمی ها خورده با کفر شرک رفتن و بعدی با مبارز شدن یک حربی یعنی با اهل سنت خوارج گفته سایتاش کویدن بنو مدنی یا که نمیدونم شاگرداشو با دیگرهاشو خطر خوارج گفته همه چیزایی که دیگر جماعت ها کردن بالای ما گروه هایی که در اوجا من نو ادمین شدگیم همراه به من نسبت دادن در اوجا کسی سه پرفتگی گفتن انا حنیف این گروه راهبری داره یا از گروه فلان اولان گفته این نمیان خبر برکای چیان ام سه کسی تشمی است معاذ قطعی یک زبان عربی درس میتگو صرف و دیگر علم درس میتد همون انسان است که به من پرتن و صدا شد کسا اینها جاسوسای با آذریا گپ میبردگی میآوردگی هستند بر محمد انصاری بر وای کیم دارد بر اون عبدالرحمن فاتح بر والله اعلم به خبری من رسیده است با ابو اسماعیل روسی که من قطعا کم تر نایسنیس کردم و دیگه چی نکرد با او هم خبر بردگی هستند والله اعلم درش 100% نمیدونم لیکن کسایی که از زمینا بودن و توبه کردن میگه واقعا امینا هستن من ایراک پیش الله سبحانه تعالی خودش چقدر چی دارد لیکن اینا همون خبر برکان خبر برکی جاسوسی که تطاوت کار نمیده من نمیدونم لیکن جاسوسی که با آزیرو میبرن خبر میبرن همین است یک تاش می تیم یک تاش معاذ من اون معاذ در لشکرش نیستم که خواستم قطعش صحبت کنم که وای همین کودک بازی و استوس کرد دیگه خفتم در شب روات تو کی هستی چی هستی خیلی من تو رو میدونم ایشم میدونم قطعش ما خیلی ما صحبت کردیم هستیم این قریب دوست پروست شما یک نفهمیده ایستی با کی دشمنی داره نفهمیده ایستی خودتون کافر شده مشرک شده با موحدین با طالبان اهل سنت من روزی در اومدم صدای من سیاز من خوب نبود سیاز خوب کردم که امیر نصیحت کنم تیم این دین الله است نمیشود که هم تا ایجا بگیری قایجا بگیری ایجا بگیری بگردیم خیل در آخر کافر را برادر گرفته مسلمان را دشمن گرفته من از تو خوبتر میدونم من خودت می اومدی در پیش ما سوال جواب میکردی ما تعلیم میگرفتی خودی همین تو ابو محمد به من خودی تو شناس کرده بودی خودی همین تو از من سوال کردی نسبت ویدیوش پرفتی دیگر خدیدیم برادر عقیده اهل سنت دارد عقیدهش با عقیده ما درست همین خودی تو نبودی که مثلا که شیخ ابو محمد میگفتی لیکن زمان حفیظ الله گفته استاد گفته لیکن زمانی که استادای گرید که با کفر و شرک مردم دعوت کردن سر کردن خودت که ایمانت ضعیف بود خودت که علم نداشتی شبهه گرفتی آمدی نصیحتت کردیم حتی رفتی بعدی با عقیده آزی رو بعد سایتش کویده قطعا شاگردات و استادات و یک گلاسه مبارزه به اهل سنت میبره آیا همین رو در پیش الله تیار هستی جواب دادن نمیتونی من نمیدونم که چرا این به تو چی لازم است یک تو برو از سر نو تو نمیفهمی ما رو قبول نداری برای همه علما قبولش داری تو واهمه میکنی که ابن باز عثیمین
الوان الطريفی فلان و علان. خیلی اونمو را برای چی میگه در این مسئله؟ همونا هم گپی ما را میگه. برای بغیر از قناعت و بغیر از ابو مصعب همه علمای طالبین اهل سنت همین گپی ما را میگن. تا که 4-5 دیگه بر مگه آزیریا ابو زاید دایر استاد میگفتی او هم خیلی در این مسئله خوب بعضی چرا گفت که وزر جهل وزر نیست او هم ترک کردی. محمد رسیخ هم خیلی زد در بعضی مسئله خوب در بعضی مسئله جزئی کرد او هم ترک کردی. به خاطر چی؟ به خاطر تو مقلدی از سه آدم بودی، مسلمیار بودی. اون مسلمیار خودش بیچاره جاهل بود، هیچ نمیفهمید. خیلی شاید بودی که ما قطعی شام گپ زدیم در خصوصا در دیگه جام و جاهل بود که نمیفهمید ایدین الو چی فهمیدگی نبود. اما اراتر بر گپ میزد شما فکر کی وای طالبین ما عالم ما در همون زندگیش یک هفته من قطعش گپ زدم هیچ نمیفهمه هیچ چرا. همین ها برادر عزیز قبول میگه همین گپ شما قبول میگه با میراد مبارزه بردش است با میگرده با موضوع دیگر. حتی وای میترسید که طاغوت زمان تکفیر کنه. طاغوت زمان تکفیر نمیکرد. ما قطعش گپ میزدیم وای ما هم اهل سنت تکفیری گفته ابو شمشیر گفته لیکن طاغوت را پشتیبانی میکرد میگشت. با خودی من شخصا درباره بعضی طاغوت کشوکش مرا سوال کرد از طاغوت تویسم گویا که من او را تکفیر نمیکنم گویا که من میترسم. من مثل تو نیستم ترسونچک. من تکفیرش میکنم در روش توف میکنم چی براءت و بغض و کینه دارم آشکار میکنم. مرا مثل شما نیستم. لیکن شما چی میگویید؟ در حال موضوع ایوا کرده گرفته فیرو کرده این همی از اهل بدعت آزیریا و جهمیا خود سوال میتن سوالش جواب میدید در سوال جواب نمیتن. همین تیم هم میگم که تیم است نموش در ایما جناید مینا دیگر نه اصلا جناید الله جناید دیگر کس بود وای معاذ گفتنی از هم نمیدونم که من با نمای خود کار ندارم که با نگویم که با طاغوتا گفته گپا که نباشد که نمای خود که با بران خوب است خود هم یاردمچی طاغوتا نه. لیکن به هر حال مقصد همین نامایی که آشکار و ظاهر بودن با جناید الله بر معاذ و بر یعنی عبدالله میبرمد همی و بر چی میبرمد دیگر نام ها میبرمد همون را میگویم من و الا من به نامای خودی شخصی کار ندارم. لیکن همین جاهلکا ویتش در مصر رفتگی کمتر زبان عربی کم بهش خوب است ایش هم نمیدونم رفتنی بود میرفت اون وقت گفتنی بود. اینها رفتن در مصر دیگه علوم اهل سنت نیست رنگ همون چوجچای فهمی خنزیره فهمی عقیده بکابت نامشکو ابو یوسف ایجا گرفته خیلی با ایود سوسته بوده یگو چیزا میپرسیده یگو طالبین یگو چیز درست کرده ای سرش خم هم میخواد چی کفر شکل جمع کرده عقیده نو جدید دیگه نو کردن او در بعض مسئله ایروی چوک تکفیر میکنه. همین انسان کو یک کسی تکفیر میکرد که ما قطعی شیخ ابو عمر میگفتیم اول بیای جکو بیا تعلیم بگی یا کم کم نصیحت کردیم در بعض مسئله غلو میکرد در بعض مسئله خودش اگر صادق باشد میگوید که واقعا هم خیلی بود. اما نمیدونم چی دردش زد چی چیکارش کرد که یک بار با جهمیگی رفت یک بار طاغوت پرست شده و یک بار طاغوتا رو دفاع کنی گرفت. حتی همین اردوغان میتونه تکفیر کنه اعوذ بالله. اینقدر ضعیف الایمان اینقدر نمیدونم خیلی چی بگیم دیگر. خیلی وقتی ما هم مثلا که جای ما هم خوب نیست اینترنت خوب نیست ما هم قدر آمدم که یک نصیحتش کنم که بیا تعلیم بگی اگر خواهی صحبت کن بیا در خصوصی من تو را از نو تعلیم میدم دین اختیار خود که اگر بگوی نه شما قبول نمیکنم را همون علما اهل سنت را در همین مسئله بخون. اگر بگوی تفسیر میدیم کتابا را تفسیر میدیم. اگر بگوی که از علمای سلف از علمای سلف اگر بگوی که از قرآن و سنت از قرآن و سنت همه همین مسئله که تو با ما کشوکش کرده بودی و گریخت رفته بودی همش در پیش ما هست. الحمدلله مقاله ها کتاب ها اول قرآن و سنت قول سلف بعدی تا علمای حاضر علمای نجدم در کار باشه هست. اگر بگوی علمای حاضی دیگر علمای کلان حاضی هم هست کبار از همه چیز به تو ما میتونیم که یاردم کنیم ان شاء الله که عقیدت عوض کنیم. اگر منظور دین نباشه پراست هم خیلی دیونگی باشد وقتگیری باشد الله سبحانه و تعالی اول لایق باشی هدایت نباشه الله خارت کنه که موحدین رو وقتش نگیر. بارک الله فیکم برادر موحد بجاشید این رفت اگر رفته باشه خیلی دیگر چی بگویم اخی اخی جان صفتی کفر به طاغوت نمیفهمه اردغان تکفیر نمیکنه این کتی چی صحبت میکنه بگه یکم تعلیم گیره با نمیخوان تعلیم گرفته میبیان دعوا دارن برای چی دعوا میکنی وقتی که علم نداری و کفر و شرک مبتلا هستی خودت. ای ابی ترسون چه صدا شایش که زدگی نیست
آواز ما را بفهمیم که جو تمام چیز داشت همش پیدا ساس خیلی اگر بنه یا بیا صحبت کنیم من اون رنگ زن صفت ها نوشتن هم زنک ها میتونن نوشتن میگیرن بعضی همون خواهرای موحده از علمای شما در نوشتن خوب و گپا که سازتر و قویتر و با جرأت و با علم هستند شما اون نوشتن شما میکنه اون نوشتن در حالات استعداد شده از چی یا که تمام هم قبیل داشتی همه پرید آوازی موحد نشنیدی خود کرد های الله هدایتت لایق باشه نباشه الله خارت کنه الله سبحانه تعالی اوجه هستی که هستی لیکن نظر از دیگه کفار با توی قاق در اون وقتش عبادت بدی بعض اولاد نصیحت میپذیرستی برای من خواستم که یک نصیحت آخرون نکنم که بعد اونی که تهمت تو میکنی ما کسی تکفیر کردیم خونش حلال میگویم یا که گویا که ما تهدید کردیم این کذابی ای زندگی تا دروغیت است تهدید یا که من گفتم که اگر در پیش میبدی یک چپلاقت میزدم یا که قبول میکردی در چی به در همون که مادر دشنام کردی من گفتم پدری اصولی تو پدری رب المدخلیت پدری در اصولت گفتم همین خیلی دشنامی فحاش بود گفتم تو از مادر دشنام کردی من تو را میدونم که کی هستی چی هستی گفتم یک کودک خودت هم یک قوت یک گپ هم نداری یا چپلاق هم نداری وای ما دشنام نکی که او اگون هم قگب زدگیم ایتراییش که تو اصلا تو لایق و چیزی نیستی ما وقت تو صرف کنیم لیکن برای که کذابی و دروغگویی گویا که ما کسی را کافر بگیم یک بار خونش مالش حلال میگه این تهمت است تهمت به سنت است این کذابی را میره قطعا استادای زندگی دوام میتی بعد همون سایت ها میره همون خیلی زنک باری مینویسی میگردی اینجا اومدی با صدا گپ زدن نمیزنی رفت دفش اگنی دفت میکنم برای اگنی حضرت حنیف بود که صحبت بود تمام کو بگو چی میگویی بله همون مسئله عذر دادن در مسئله خفی گفتین عذر میتین شما در شرک کفر خفی کفر اکبر و شرک اکبری خفی ده همون در دلیل ها را پیشنهاد کنین گفتیم و تمام از کجا دلیل دارین شما تمام اعتباری در کفر یک بار تکفیر کرده شما اعتقاد داری توی در کی؟ در کفر شرک خفی کفر شرک خفی چرا میدونی تو اول بسم الله آخی من از شما درخواست کرده استم نه 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 ما تو رو تعلیم بتیم ما هزار بار در این مسئله گپ زدیم خصوصا قطعی خود در ایمان در این مسئله گپ زدیم شیخ ابو محمد گفتی که سوالی دادم من رو سوال جواب بدیم من جواب دادم که کفر شرک خفی ما چرا میگیم و چرا ما او رو یک بار تکفیر نمیکنیم یا اینکه در کفر شرک اصغر هم یا اینکه در دون کفر که در بعض مسائل البته در حکم غیر منزله در دیگه مسائل دون کفر به بعض قولا بله وجود دارد یعنی که دون کفر از کفر کمتر کفر اصغر یا اینکه دیگر اما در مسئله کفر اکبر دون کفر گفتن یک احمقی یک جاهلی یک کفر یک شرکی شما است سوال با تو کفر شرک اکبر چرا خفی چرا میدونی همین سوال از شما کرده استم که همین چی میدونی و دلیل ها شما پیشنهاد کنی سوال توی بود که با چی دلیل عذر میتی من برای سوال تا بفهمی که شاید نفهمیده صحیح من با تو گفته هستم که کفر و شرک خفی تو چرا میدونی که من در اون مسئله قطعی صحبت کنم کفر شرک خفی کفر شرکی که در مقابل کفر شرک ظاهر می باشد یعنی چی خیل خیلی ظاهر یعنی غیر ظاهر همین را کی گفته است چه خیل است کو بگو وقت باید گفتن نمیشه خیلی دیگر شرط است که تحلیل زیاد کردیم همین قدر بله کفایت برای شرط است این مسئله کفر شرک مسئله است که باید تو خوشرو مسئله کفرهای اینها با خودشو در شریعت حق دارن جای دارن حوز چخیلی که تو ایران چخیلی میخواسته گم میدی و کردم ما را کفر شرک خفی میدونی که ما در اوج تقسیماتی که بیدون در تکفیر که یک تکفیر نمیکنیم چی تو مقابل در چی هستی همین را بگو که من بیان کنم خب کفر شرک خفی کفر شرک را گفته میشه که آشکار بیان نیست در بین مردم و کفر شرک خفی کفر شرک است که معین نیستند بلکه میتونن یک شرک در یک جای خفی باشه در یک جای
ظاهر باشه به سبب رسیدن علم. مثلا کدوم کفر کدوم شرک میتونید از درجه ظاهری شد درجه خفی؟ مثال کدوم؟ به مثل انتخابات. الله اکبر. خب همه انتخاب کفر خفی است هم خیر؟ در جایی که نرسیده باشد بله. بله. تو در همین با ما چی تناقض دارید نباشد؟ تو همین گپ قبول داشته ما را میگیم که بله انتخاب با کسایی که مثلا که میتونه که به کس خفی بماند، یک جاهل باشد، یک انسان هیچ نفهمد، اما اصل خودش کفر است، شرک کفر است یعنی. اما یک سوال به تو، انتخاب رفتنش کفر است، کلمه انتخاب کفر است، یا کی را انتخاب کردن کفر است، یا که شرک خفی است یا کفر خفی است؟ چیش مهم اینجا کی را انتخاب کردن است. انتخاب مثال یک مسلمان باشه مشکل نداره که شریعت میکنه. مهم این است. کی گفته است میرا؟ اگر مسلمان ها انتخاب کنند مشکل دارد شرک میکنند. چون کی گفته است؟ مسلمان تو نگاه کن، تو در یک توها زیرا از همین مسائل ما خوب جواب دادی، لیکن از هوا گپ نزن. همین را کی گفته است؟ همین طریق تو میگی کی گفته است؟ من ندارم یگان قول علمایی را وای کنم. اون چیزی که خودم فهمیدگی هستم اون درسته که نداری چرا میگوییش؟ میشود که در دین اون چیزی الله که حقیقت بدون هست علم عقل انسان قبول میکنه. نیاز نیست تو مخالف در یگان علم باشه. مسئله کفر و شرک خفی به عقلت کار میبری؟ با قرآن و سنت کار میبرم. کو در کجا قرآن و سنت گفته است مثلا؟ خصوصا که در کجاش در چی موضوع گفته است؟ در مسئله تو میگویی که همین انتخاب کی را کردن کفر است و خفی است. همین را گفته است که چیش و کی گفته است؟ همین گپا گفتی من ندارم دلیل، با گفتی قرآن و سنت میگم. میگم در کجا قرآن و سنت همین دلیل طریق نگفتم. گفته؟ من از اقوال علما گفتم ندارم چیزی که بیارم بگم. و مالش همون ما مسئله قرآن و سنت باید با فهم خود ما بفهمیم که با فهم سلف که علما. بله شک نیست علما نه که مقلد علما نیستیم که دلیلش است. بله یعنی قرآن و سنت با فهم یک کسی مقلد نمیشه. یک از قرآن و سنت یک عالم فهمید شاید میتونه خطا بفهمد، خطاش قبول نمینیم. بله اما این با مقلد چه ربطی دارد؟ ما میگوییم که همین جای شما گفته که انتخاب کی را انتخاب کردن کفر است یا که خفی است، گفته با شرک خفی است. همین رو کی گفته است؟ میگویم از علما بیان که و چی دلیل قطعی بیان که. خب سوره توبه است به فکرم نه آیات سوره توبه است که از آیات های من 30 نمیدونم و فکر چند تو بود چی است. من در فکر چی؟ من ایجا میدونم تیم دودار. من در فکر تو چی است من نمیدونم. تو بگو که در کجا همه را الله گفته است شرک از کفر است با خفی است، یا اینکه یگان عالم از زمین گرفته باشد خفی گفته؟ بسم الله بیان نه کو اخی وقتی خفی را قاعده تا بیان کردیم که مسئله نرسیدن علم است و آشکار بیان نشدن و نه این را گفتیم من که یک تو سال همین جا نفهمیدم. میگم خیلی بیا جواب دادن نکنیستی نه آوردی دلیل. سوال همین اگر ما بگیم که در همین انتخاب خفی است، میتونه که به یک کس جهل یک کس عذر شود، همین رو چی تناقض به تو بوده است؟ من نفهمیدم. خب یعنی که ما باید اون مشکلی که قطعی شما دارم او را بیان کنم درست؟ بله خب انا مشکلی ما قطعی شما و هم عقیده شما استادان و که هر کسی هست چی است در همین مسئله من بیا برای چی کنایه دلیل نزه خاطر اساس نیستی کنتیرو کنایه نزه همین تا روشاد آشکار بگید مسئله که من بله با تو یا که با شیخ ابو معالی بلو با کسایی که بله میخوای بگو، لیکن کنایه قطعی نگو. همینی که با مشکل ما نداره با که اهل بیام دشمن نیست. خب باید مشکلی ما چی انسان است؟ ما چرا دلیل پرسیدم و میخواستیم که اولا شما دلیل هاتون را پیشنهاد میکردین از روی دلیل هاتون معین میکردیم که همین دلیل هاتون دلالت در به مثلا خفی 20 میکند یا بار در گپ معین زدیم، در ما واضح. 20 بار گپ زدیم در این مسئله. کسای در ایمو هم خودت شاهد بودی گپ میزدیم در این مسئله. چند بار خودم سوال کردی، بعد ابو محمد سوال کردن من سوال کردی، همون چیزی که دلیل و همون قولی که علما همون لجنه دائمی را که در اینجا همه قولاش میارد مسئله انتخابه همه شما چند بار گفتگی هستیم. کسی ما رو شناخته است یا که سوال کرده است جوابش دادیم، اما تو با گفته خودت قانع نشیدیم. خلاص نه دلالت نمیکنه همون اثبات کنه دلالت تمام استدلالتون اول خطا است دولت از میگه دلیل. این کار کو. خب اگر تو این کار کو با دلیل بسم الله.
мисол вақте ҳуҷҷат меёрем барои ширку куфри хафӣ, ҳамун далелҳотона ба кадом ҳуҷҷати дигар хос мекунем дар хафиву дар возеҳ? Мақсад ки мегӯем ки узр нест. Дар хафӣ узр аст. Шумо хос мекунем ба хафӣ, далелҳо ом аст. Дуруст? нигоҳ кун. мо вақте ки дар масъала интихоб аз кай пайдо шуд? Дар Не, Қуръону умумда Суннат. гап задем, масъалаи хафиро гап задем. Як навъи ширки хафӣ ҳамин интихоби ту сай болош суҳбат дорӣ. ҳамин дар замони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пайдо шуд ё ки дар замони саҳоба ё тобеин ё дигар? яъне ки шумо мушкила бо калимаи интихобот доред ё ин ки ҳокимият? ҳамин мисоли ту овардан, аммо чаро нигоҳ ки як ҳукме ки дар шариат барои осон мегӯям, ҳамин носи сигор ҳаром аст, на? Албатта аз куфр ин ҳарому ҳалол масъалаи аҳком аст, лекин ҳамин носи сигор дар чӣ омадагӣ нест? Дар Қуръон дар ягон ҷош омадагӣ нест. Аммо сифатҳои ҳамоне ки ё ки зарар, ла зарар ва ла зирор, ё ин ки исроф ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло исрофа ҳаром кардагӣ аст, бародарову ёрдамчиҳои шайтон гуфтагӣ аст. Хоб ва аз ҳамин сифатҳои ҳамон дигар мене ки исроф аст, зарар дорад, аз дигар аз Қуръон суннат ҳукмаш маълум мешавад ки ҳаром аст, маън аст. ҳамин гуна куфру ширке ки дар замони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам набуд, тобеин, табъ тобеин набуд, аммо ҳамун монанди ҳамун куфрҳо, ширкҳо буданд. Масалан, ҳукми ғайри маъанзаллоҳ ё ки ҳамин демократия гуфтани дар замони пайғамбар набуд, не ки ҳамин демократия худаш як тоғути ҷадид аст. Бале, он ба худаш ҳукмҳо дорад, мисли ҳукми бута метиҳанаш уламо, мисол шайх Оли шайх, шайх Соли Оли шайх, дигар шайхҳо ки масалан дар масъала гап задагӣ ҳастанд, шайх Али Худай, хусусан шайх, албатта қабул дорӣ надорӣ, шайх ҳозимӣ, дигар шайхҳо ҳастанд ки китобҳо аз Айман, Ҷарбу, дигар уламо ҳастанд ки қабул дорӣ надорӣ, аз уламои пеш меоранд, аз замони пайдоиши ҳамин меоранд ва исбот мекунанд бо далили ҳуҷҷат. ин қабул дорӣ надорӣ, вазифаи чӣ ҳаққи чӣ аст, мо то чӣ намегем барои. Лекин ту чӣ далил дорӣ ки ҳаминро инкор мекунӣ? барои инкор кардан, барои якса исбот кардан, инкор кардан ҳам намешавад ки беҳуҷҷат гап занем, хел аст? бале. хоб, масалан бо чӣ далил ба ҳамин хотир хафӣ аст, дуруст? Узр ман мекунем. мисол овардам туро, ман нафтам нав пайдо, ман ту суол кардастам, интихоб кай пайдо шуд? Ту мисол овардӣ интихоба. Масалан, ту аз масъалаҳои хафӣ ҷадидтар чизе гирифтӣ, як чизи ҷадидро гирифтӣ, як чизи навро гирифтӣ ки масалан туро ҳозир бигӯям ки аз Қуръону Суннат ҳаминро исбот ку, хусусан интихоба ба ҳамин тариқ наметунӣ. Чаро? ҳукми ғайри маъанзаллоҳ метунӣ, ё ин ки як каса ба худ тоғут гирифтан ҳастанд, ё вала юшрику фи ҳукмиҳи аҳада, дигар ҳукми ғайри маъанзаллоҳ улайка ҳумул кафирун, я дигар инул ҳукму илла лиллаҳ айё гуфта мешавад. Лекин оё хусусан ҳамин интихобе ки ҳамин тариқи ту ба мо аз мо талаб дорӣ, дар Қуръону Суннат ҳамин чиza намеёбӣ ту? Агар ҳаст, бисмилла баён кун. бале ҳаст. пеш аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам омадан христианода буд ки илоҳ гирифта буданд, он чизе ки ҳалол мекард, ҳаром мекард, итоат мекарданд. ин ҳам ҳамун аст дар инҷо. Кӣ мегӯяд иро? бале Масъала иттахазуро мегӯй? бале. хоб кӣ гуфтааст ҳамин, кӣ гуфтааст ки ҳамин ба агар не пас маълум мешавад ки интихоб куфри ширки хафӣ нест, балки ошкору зоҳир аст. Агар ҳамин далилро бигирӣ ту. Не, назди шумо интихобот аз нигоҳи нав пайдо шуданаш хафӣ ҳаст. Назди мо нав пайдо шудан не, балки аз нигоҳи баён нашудан. назди шумо кӣ? Кадом олим гуфтааст? Бисмилла. Ман худам гуфтам. Ту кӣ охӣ? ман як бародари мусалмон. оғай ту маълаш то ту мусалмони хта мегӯй. Инҷа пур аз одам як кас мебарад мегӯяд ки не, мани хел мегӯям. Ту кӣ ҳастӣ? чаро фаҳмӣ ки далил бошад? ақидаи шуморо ки гуфтааст ки ин нав пайдо шудааст, ба ҳамин хотир ман туро мегӯям ки уламои наҷд, уламои ки уламои лаҷнаи доимӣ, шайх Соли Оли шайх мегӯяд, шайх Али Худар мегӯяд, шайх Ғомидӣ мегӯяд, шайх худи чӣ нем дорад вай Айман мегӯяд, шайх Сайфулло шогирди ибни Усаймин мегӯяд, аз ибни Боз ҳатто меорад, лаҷнаи доимиро ҳама қавлоша меорад, мегӯяд ки ҳамин интихоб чӣ аст? Куфр ва аз хафӣ аст мега. Рав дар ҳамин масъала устозот ҳам гӯ, хай ки ту намефаҳмӣ, устозот ҳам гӯ ки ҳамин уламои лаҷнаи доимӣ чӣ мегӯянд?
در مسئله نه خفی است با کدام سببش اینجا مهم است. انا تو رو من میگویم که علم نداری بیا تعلیم بگی. برای تعلیم گرفتن دیگر وقت بیا بگو که انا میرا سوال بودیم من ترا جواب بودیم. بحث نیاو بحث مناظره، بلکه بگو که من در این مسئله ضعیف موندم، علم ندارم، میخواهم که تعلیم گیرم. فهمیدی؟ میتونه سبب شوزی بیان کنیم اینجا. چرا با خوشت من کار کنم؟ من تو را میگم اثبات کن نمیتونی، این کار کن نمیتونی، هیچ شناخت آخه نیست. چرا من باید شما اثبات کنین از من این کار میشه خود به خود اثبات کنین. من با تو دلیل بیارم، قول علما بیارم، هیچ قدر نداشته است، اما تو خود به نه خود تو چی هستی؟ قول علما را چی؟ ما دلیلش پیروی میکنیم قولش دلیلش بیارین. قول علم علما خودشان خب دلیلش قرآن چی است سنت و دلیل؟ فقه. من با تو میگم که علمای لجنه دائمی از همون آیاتی که ما دلیل میگیریم، از همون آیات ها دلیل گرفتن، میگه این شرک کفر است، اما به سبب جدید بودنش خفی میماند به بعضی مردم، به بعضی مردم، خصوصا در منطقه‌ای که از چیز خبردار نیستند. من یک چند عالم نام گرفتم، تو یک دو تا عالم گفته گپا که میتونی بگویی که میگه که نه جدید نیست بلکه کفر شرک نه آشکار است. من حیران جدید هستم در تو که تو خودت جعل عذر میگویی، تو در کفر شرک در عذر میدی، در مسئله که علما خفیش میگویند او رو تو خفی نمیدونی. من حیران هستم تو چه نه عقیده این طرف ما خوارج خفی هستی؟ میدونم اما از آخه چی سبب عقیده جدید بودنش انصاری؟ نیست، از سببی بگیم که به مردم نرسوندن است، به مردم عیان آشکار نکردن است، نه به سبب پس تو اینکه معلوم جدید شود است. در پیش تو معلوم شود که لبای شیر کفر اگر چی خفی هم نباشد به مردم رسد او درش خفی هست خفی خفی هست میشه. مثلا بله نگاه کسی کن. به مردم او نرسیده بس باشد بس خفی بس هست. بس بس تمام. یک کس رفت از مرده طلب کرد، در اون منطقه ملاهای آذری، ملاهای صوفی بودن، تعلیم دادن که خیلی همین جایز است، به همین شرک خفی میشود. بعد بله شرک خفی می شود. کی گفته است؟ و پیش از این شما همون مسئله را اثبات کنید که نه خفی بودن از نگاه کی جدید گفته بودن است؟ است. کی گفته است که یک کس از مرده طلب کرد به سببی که با او دلیل نرسیده خفی میشود؟ کی گفته است میرو؟ آخه شما عالم‌تر، شما اول ادعای خودتان اثبات کنید. جدید بودن از آی جدید الله بودن المستعان. سبب تو خفی نگاه کن، بودن گفتین از او. برای تو شرک خفی هر چی که تو میخوای میگویی او بوده است، نه اینکه شریعت. یعنی تو حتی قبر پرستی رو شرک خفی گفته است. میفهمید یا نه؟ بیا شریعت تو گفتی شریعت میگه، شریعت چی میگه خب درباره خفی؟ ای نگاه جدید شریعت بودن چی گفتی میگه به کدام درباره دلیل؟ کس از قبر طلب کن؟ چی میگه شریعت؟ از نگاه جدید بودن گفتی خفی نه میشه، چی به خفی میشه به جدید کدام دلیل؟ تو ما جدید چرا گفتیم؟ ما گفتیم که همین انتخاب دموکراتی را گفتیم ما جدید، نه اینکه دیگر چه. اونی تو میگوی در مسئله اتخاذ یا که در مسئله دیگر آیات ها، این دیگر مسئله انتخابی اینمین در دموکرات، خودی دموکرات طاغوت است. بله، اما بعضی مسائل جدیدن نبودن بعد پیدا شدن به سبب چیش همین. نباید انتخاب یک خصوصا طاغوت همین نگاه کن، انتخاب تو سوالات درست ندادی، رفتنش یا اینکه کی را انتخاب کردنش. اگر کی را انتخاب باشد، یک کس چخیلی که شیخ علی شیخ میگوید، سوال میدهد یکی از مثل شما آزیری را که در مقالش رده زایی گوش کنید، میگوید که یکی از خوارج تو مثلا خوارج هستی، مثلا که در اهل سنت را میگه که شما این را خفی میگی با چی دلیل؟ سوال میتید، میگه برای تو اگر یک کس یک رئیسی در قشلاق انتخاب کرد، تو گفتی که انتخاب کردنش نه به خاطر نظام، نه به خاطر یگان حکم، بلکه به خاطر همون تنظیم همونجا خاص خاشوک و دیگر، پس همین هم کفر است. نه من خیلی نگفتم. ای من نگفتم جاهل برای احمق، چرا اگر میگوی که تو نه که فهمیدی؟ سخن نکنید، درست سخن کنید تا آخر بریم. معلش تمام. مسئله قبر پرستی هستی که این مثل چی است؟ خفی است گفتی. همین هم خفی است گفتی، اگر در کی جای نرسیده بود. همین کی گفته است؟ نه حاضی پیشتر شما خفی گفتین، جدید است خفی هست. چرا جدید و خفی میشده است؟ جدید من چرا گفتم؟ مسئله بعضی دلیل در مسائل کجا دموکراسی. شده؟ شما اثبات دلیل خودتون یعنی که گفتید. دموکرات کی پیدا شد؟ آخه کلمه دموکرات در این یک دمو- نوع طاغوت است، دموکرات طاغوت ها از اول بود. چی مشکل نه. داره؟ همین دموکراسی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله بود. همین طاغوت شما دموکراسی مشکل که با علما میگه کلمات دارین نه به اصل. سنمی جدید میگه، یا که یکی از طواغیت از طاغوتای
در زمان ما چیش دیگه است. با تو میگویم که همین خود دموکراتیا که در همین انتخابی که علما میگن که خفی است دایر به همین دموکرات یک طاغوت است. بله خودش کفر اکبر جای حکم غیر معزله است، کفر اکبر است، نه جلوز دیگر دارد، اما بعضی مسائلش میتونه خفی بماند، خصوصا همین انتخابات در بعضی مسائلی که بگیم که چلی که گفتیم. با تو سوال آیا همین دموکرات یک جدید است، نو است یا که بود در زمان پیغمبر سلام؟ دموکرات طاغوت است، حاکمیت از اول بود تا حاضر است، این جدید نیست. در کجا دموکرات در زمان پیغمبر سلام بود؟ آخه حاکم بغیر حکم الله گرفتن نبود. نه دیگه که بود پرستی بود، همون طاغوت بود پرستی بود، مردم میگرفتن مثلا ارباب و انداد و دیگراشو اله گرفتگی بود. بله حاکمیت در اله میگرفتن. اما نگه اما همین دموکراتی که هست که این رو مردمی رو برآوردگی هستند، یک دین جدید که در زمان پیغمبر هم در گجا بود. همین رو بگو که ما مثال میایم بود پرستا رو بیاویم، ما میایم یهود نصارا رو میاویم، ما میایم حتی زردشتی ها رو میاویم، ما میتونیم مجوسی و دیگر، اما در کجا حدیث سنت دموکراتی را دربارش الله صحبت کرده است؟ آخه همین اسم نبود، اسم نبود، نه که همین گونه طاغوت بود. چی مشکل داره؟ بعد پیدا شد که بود. اسم نبود اما همین گونه طاغوت بود. چی مشکل داره؟ دموکراتیا بود یا نه؟ آخه چی مشکل با اسم دارین؟ دموکراتیا چیکراتیا مون فرقش چی؟ نام در چی مشکل با نام دارین شما؟ اصل بود که طاغوت حاکمیت. نه نگاه کن، یهودا بودن، نصارا بودن، دینی الهپرستا و زردشتیا بودن، اما دموکراتیا همچون یک دین یا که مثل حاجی هست که اینها رو خودم میدونی، من نمیدونم در پیش دموکراتی مسلمان ها کافر، لیکن در پیش استادات مسلمان هم وایها بعضی استادات، لیکن همین رو که دموکرات پیدا شده است همین در زمان پیغمبر صلی الله علیه و بود. حاجی من جواب دادم که کلمه دموکرات در زمان پیغمبر نبود. تو حاشیه روی داری، تو نمیخوای که برای تای خیلی تازه نمیرای. من تو را میگویم که علمی دموکرات در زمان پیغمبر صلی الله علیه و بود یا نه؟ اصلش بود، کلمه وجود نداشت، بله همین لفظ نبود. یعنی جدید بود، نو بودم خلاص بعد پیدا شد. لفظ جدید باشد چی مشکل داره؟ عرق داوچه یک نام داشت، یک نام چی فرق داره؟ اخی سبحان الله، ما شما در حیران میشم. فرقی نگاه کو، اینمی ازت جاهل کسی نمیفهمه. همین مطرح مثال آوردم، نوش و سیگار در قرآن صد آمدگی نیست، لیکن حرام دارد است. اما میتونه که یک کس بگه که من در قرآن صد نوش سیگار رو ندیدم، همین رو حلال بگه که یک بار کافر میشد مگر؟ نه برادر، این مسئله فرق میکنه. میتونم یک سوال بکنم؟ من تو رو از اون پستر میارم برای کلت کار کنه. چرا؟ نوش و سیگار یک دقیقه من ترا همین ساز گوش کن. نوش و سیگار در قرآن سنت نیست، اما صفتهای حرام بودنش هست. هم خلاص قبول داری؟ مثل ضرر، لا ضرر ولا ضرار، یا که مثل اسراف، مثل بوی بد، همینا در قرآن سنت معنی شده هستند. بله. پس از همینجا علما اهل سنت صفتهای را از قرآن سنت گرفتن و حکم حرامش دادن. همین را یک کس نفهمیده حلال گفت. آیا همین برابری مثل که خمر حلال میگه مثل همون است یا که فرق دارد؟ نه فرق داره. با چی خود فرق دارد؟ اینم حرامه و حرامه. آخه نوش سیگار خیلی فرق میکنه. حرام ها قطعی میشه، غیر قطعی میشه، دیگر مکروه دارد و غیره. قطعی گپ درباره او رفته است. از همینم در درونش حرام دارد. صفتهای حرامش در قرآن آمدگی است. ضرر است، بوی بد است، اسراف است. اسراف حرام نیست مگر؟ بله. اسراف یک از حلال. من بحث به هم روشتنی، من شما به سوال میتم که صحبت میکرد. اینا یک بار سوال بتید که ما حکم خفی میگیم یا که حال خفی میگیم. یک بار همین سوال تید چی؟ برای اینکه این مسئله را این نفهمیده است که حکم خفی گفتن یک چیز است، حکم خفی گفتن یک چیز است، حال خفی گفتن یک چیز است. برای اینکه ما شیخ الله استکونات این حوزی میگرزه میرود اونی. بله، یعنی که یکی جل در حال است، یکی در حکم.
حالا این همین را نفهمیده است. بله در مسئله حال صحبت رفته است. این حکم را از حال فرق ندارد. اینا مخصوصا برای هم قمم مثال عادی شو ایده پستر وایس همش کی مثلا ناس هم حرام است. چرا حرام است؟ به خاطری که اسراف است، به خاطری که ضرر است. الله ضرر را منع کرده است، پیغمبر ضرر منع کرده است، اسراف منع کرده، بوی بد داره، یعنی تعلیمی بد از چند جانب حرام است. اما همین میتونه که حکمی مثل خمر بگیرد. تو گفتی که نه، لیکن این هم حرام است، او هم حرام است. بله بله، انا نگاه که یک از در حال همین جاهل مون همین شاید نه حرام هست بله، لیکن مثل دیگر حرامایی که آشکار و ظاهر بنام به قرآن اومده نامگی است. همین دموکراتیا بعضی چیزاش بنام به قرآن سنت اومدگی نیست، اما صفت کفریش، صفت یعنی شرکیش، صفت دیگر اومدگی است. یا انسان در حال همین جاهل مونه، یعنی که جاهل در حالش معرفت حال نداشته باشد، از حال همین در یک منطقه باشه که خبردار نباشد، جهلش عذر می شود. اما اگر حال همین را بداند لیکن در حکمش بگه که حرام حلال یا کفر شرک، در حکمش جاهل بماند و معذور نیست. یکم دیمش که برای چی ما خفی میگوییم؟ برای او میگوییم که برای این چو همین طریقی که تو میگوی در قرآن سنت بیان شدگی نیست، بلکه ها یک کس به خودت اله میگیری، یک کس مثلا از او همچون دین میسازی، اربابا و اجدادا و دیگر یا که اندادا و ای آمدگی هستند، یا که حکم غیر منزلا، یا چه هستند همون کفرهای شرکایی که در قرآن سنت آمدگی است، یا که یک کس در حکم الله شریک میگیری. چرا گفتم ولا یوشکو فی حدا. اما از همه علما گفتن همین شرک است، لیکن اگر یک کس از حال همین بیخبر باشد ندوند، یک بار خفی بردن چی مشکل است؟ بله، همین فرقی همو چیزایی که گفته شرک در حاکمیت که گفته طاغوت‌های حکومی، همینا چی فرق داره از دموکرات؟ یک شیخ حنیف یک دیگه سوال اینجا، این همچون سوال شما که صحبت کرده یا که همچون مباحث تو کدام نمیشست؟ یا شاگرد تو درس دادی نه؟ شاگردی تعلیم دوام بعد مجبور شدم که کم کم کلاش کار کنم که یکی انشالله رنگ دیگراش کلاش کار کنم، میروه تعلیم میگیره میاد میفهمد. من برای همه دلسوز بودم، این خودش میدونه، همه دلسوز برای من بودم، لیکن این خیانت کرد در من. نه من چیز میگوید بگوید، من چه که مرا گفته است نگفته است پیش الله سبحانه و تعالی، لیکن در دین الله خیانت کرد. یک کفشی که میدونیستش تعلیم گرفته بود از ما سوال میکرد، به خاطر این مقلد بودنش همین را رفت و جهل عذر گفت و رفت دیگر هزارا کافر پیشه گرفت، برای اون ما را خوارج گفت و دیگر برای همین پیش الله سبحانه و تعالی انسان توبه نکند یک کافر مشرک است. اما گپ در سری است که تیم بیا دو درک بگیم خیر مقصد که به نهایت جاهلی نمیفهمی از گپات، بیا کم کم تعلیم تیم خیر، بیا در خصوصی هر روز این مسئله قطعی گپ میزنم، شبهات رفع میکنم به اذن الله. اگر رفت و واقعا صادق باشی، اهل فهم باشی، انشالله فکر میکنم که میفهمی. اگر کذاب و یا که دیگر باشی، لایق چیز نباشی، به الله میسپاریم. باقی من جام خوب نیست، مقصد کمتر سیاز بزی بود. من السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ حنیف صاحب اینجا ان شاء الله. الحمدلله خوب. شیخ عبدالرحمن معذرت زیاد که دخالت کردم در شما و دیگر نموندم گردنی شما را. من شیخ حنیف الله اسم که من 10 بار برادر گفتم که با این شخص صحبت نمیکنم، برای اینکه شخص یک ورق کتاب تاجیکی خوندگی نیست، این زبانی همین ادبیات تاجیکی را نمیداند. با این من صحبت کردن خیلی مشکل است. برای همین شده اومدید این شاگردتون تعلیم دادید، خوب است، این دیده استادید، این بحث کردن نمیتواند، این فقط سوال میتونه. برای چی؟ برای اینکه شبهه سراپا زیر کردگی است. کتاب نمیخونه دیگر چیکار میکنه؟ از هم کمتر از این گرفتید، کمتر از این گرفتید، کمتر از اون گرفتید، همین حال همین است. این یک بیچاره است. ما به حال این رحم میخورم. الله سبحانه و تعالی هدایتش بکنه، قبول هدایت باشه، اگر نه الله خودش به حسابش برسد. اللهم امین. صحبت که شیخ حنیف. بارک الله شیخ فیکم. یک چند سوال ان شاء الله وقت داریم؟ بس ما خوب نیست سوال جواب قط شیخ میکنه. من همه آخری گپ بگم. تیم بنام تیم بیا انشالله علاقه ببرا وقت صحبت میکنیم، انشالله که شبهات دفع میکنیم.
انشالله اگر دلیل داشته باشید دلیلات نظر میکنیم. انشالله در این مسئله کو دلیل هیچ یگان استادتون آورد که مثلا که اوچی که تو میخوای بگوی لیکن تو خاک علم نداری، لیکن به خاطر الله سبحانه و تعالی شبهات گرفته و تو که من ساز میشناسم انشالله که کم کم دعوتت میکنیم، در شبهات جواب میتیم از قرآن و سنت و قول علما، فهم علما از هر موضوعی باشد. مثلا الاعوذ بالله شرک کفر در قرآن و سنت خودش واضح است، سلف اینو چه فهمید میگویم. در مسئله جدید باشد نو باشد قول علمای همون در زمان پیداش دیگه چیزش. من برای چی سیگار آوردم؟ شاید بعضی برای گفته باشه که چرا این موضوع را کرد. من یک مثال عادی آوردم که آسون من در همین برای مردم بسیار چیز عادی را میارم که کلاشو کار کنن، نه به خاطر مثلا موضوع است، به خاطر چی نگاه کو حرام حرامه، حلال حلال است. بله اما رفتو سبحان الله معذرت که خلاصه که اگر رفتو یک کسی موندگی کشتنشتن توی سیسم، اگر رفتو مثال یک مسئله را انسان نفهمید، فهمید در چی است، این اول که جهل در حالا نفهمیده است، از جهل در حکم. دویم که مسئله جدید از مسئله که در قرآن و سنت با صریح آمدگی فرق ندارد. بعضی مسئله که حرام و حلال است در قرآن با صریح آمدگی نیست و همین رو البته بعضی علمای مذهبی و فقها میگویند که یعنی حرام شرعی و حکمی میگویند که یک صد در حکمش با قرآن با صریح آمدگی است میگه. بعضی‌هاش میگه که همین را علما از او گرفتن، خصوصا مثال ناس سیگار من مثال آوردم خیلی از طرف اسرافش، از طرف ضررش، از طرف بوی بدش، از طرف ایناش حرام است. بله همین در قرآن صد آمدگی است. بله همه تو میدونه از همینجا گرفتن در ناس همین چیزا هست، یعنی همون صفاتای حرام دارد، از روی همین گرفته حکم حرام دادنش. اما همین به همونی که حکمش در قرآن آمدگی است برابر میشه که یک بار نه فرق دارد. در یک کس انسان میتونه جاهل بماند، مثلا مثل همینی که ناس آوردم، آیا همین به خمر برابر است؟ نه اخی، برای چی خمر با صریح حرام در قرآن آمده است، هر کسی حلالش بگه که یک بار کفر میشود. اما مسئله ناس تفصیلات داره، میفهمونیش میگویش با چه خاطر حرام است، این دلیلش. همین گونه کفر شرکی که با صریح در قرآن آمدگی است، اینها را اکبر باشد اگر از مسئله قرینه و تطبیقش نظر میکنی. جهل کسی عذر نیست، اما یک چیز کفر است، شرک است، شاید خفی باشد، شاید که بعد پیدا شده است، همین چیز نبود در زمان، لیکن مانند همون چیز دیگر بود چخیلی که آورد اربابا را گرفتن یا که غیر منزلا دیگر. همین به همین قیاس کرد برای هم از یه بردن علم در کار است، عالمای کار میکنن و همون را صفاتای کفری شاید که زوی شاید که فسقی شاید از قرآن سنت بیان میکنن که اینا الله یا کفر گفته است، شرک گفته است، هیچ است، این فلان است، اینا به هیچ چیز. بعدی اگر رفتو چیکار کرد؟ رفتو نفهمید و باز همون یا که رفت بعدی رفتن این برف انتخاب و دیگر جا وای کافی است، به شک نیست. اما برای همه چیز یک بار عذر نمیشود. یا انسانی میدوند نمیدونیم این مسئله، علمش داریم، حجتش داریم، قول علما و دیگر هست در چیز، همین را گرفته من میگم که این کفر خفی است، بگم برام انتخاب برام یک البته کافر میشه، اعوذ بالله الله المستعان. اما باید ترنگی نه کم فهم فهمونده میشود. چرا؟ برای که این همین دموکراتیا این در زمان پیغمبر هم نبود، لیکن مانند همین بودن کفر شرک. بله حکم غیر منزلا، بود پرستی، دیگر چرا حاکم گرفته بودن، از همونجا میفهمونیش که انا همین کفر شرکی که الله در قرآن گفته است همین اومدگی از همین دموکرات طاغوت. برای چی حکم غیر منزلا دارد، اینا کفر اینا شرک. اما در دوران همین دموکراتیا میشود که یک چیز خفی بماند، میشود که مردم در حال او علم نداشته باشند. بله میشود. چرا؟ در قرآن سنت آمدگی نیست، یا که همون رو صفتش یا که همون کفر شرک به دیگر طریق آمدگی است، یا که مثل همون آمدگی است، عین همون آمدگی نیست. از اونجا گرفته علما میگن که اینا همینی که تو دموکراتی را حکم چی میگه کفر در حکم است. الله خودش میگه در حکم الله کسی شریک نگی، یا که حکم حق الله هست. تو در اینجا دموکراتی را گرفتی، پس کافر شدی، مثل همون بود پرست، کافر شدی مثل همون قبر پرست، مثل همون شدی. ای چی فرق چه شیخ الوان میگه هر کسی که قبر پرستی میکنه، هر کسی که بت پرستی میکنه، هر کسی حکم غیر مظلوم میکنه یا که مراجعت میکنه، اگه تحکم میکنه، میگه هر ماش چیز کافر است، مشرک است، مرتد است. میگه چی فرق دارد؟ میگه همش چیز است. میگه
در مسئله چی فرقش در این چی نیست، لیکن رفت و در یکی از جزء یکی از شاخه‌های همین دموکرات یا یک چیزی است که با سر در قرآن صد نباشه اونو فهمونده می شود. هر کسی فهمد ان که میفهمه نفهمد وقتشید بود این موضوع صحبت بینیم. شیخا برادرها الله سکونت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اون شیخ هسته انشاءالله از 3 سوال داشتم جواب میدادم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ نیستیم، همون شاگرد شیخ هستیم اینجا. اخی ابو عبدالرحمن چه داره؟ استادین برای ما انشاءالله. الحمدلله. اول یک دم ابن آدم است در چی؟ مسئله همین نماز عید بحث چی شد؟ بحث من بریم برام بودم بحث آخر اومدم که تمام شیخ حنیف درس داده استاد و دان این خیلی این طرف گشت. یگان سوال جواب دادن نتونید شیخ الله سکونت. یگان سوال میگه که من اومدم که از شما پرسم، من اومدم شوبه زدگی پروس علم نداره دلیل وان نمیتونم میگم قول علی میگه من نمیتونم. چه بحث میگه شیخ الله سکونت؟ شیخ حنیف بعضی رسو دونوگی میکنم خرسان میشم دیگه کسی که شما گذاشته برفتم دیگه کار داشت. ای ما کتی پروستو پرینسیپ هم گپ گوش نکرد دیونگی میزخت. الله هدایتش بکرد. بفرمایید ابن آدم. در مسئله همین نماز عید شیخ دیروز همین تقید هستیم که مسجد دورترک رفتیم 3 وقتی نماز درمون سعی چون شکر بیدم موندگی بودن 3 وقتی نماز یکم وقت دیم وقت سیم وقت 3 بار نماز عید میخوندن. در همون دیم وقتش اسپیت کردیم رفتیم نماز خوندیم. نماز نفل بود خوند به تکبیراتش خوند. ما حیران شدیم واسه نمیشه باشه دیگه والله اعلم من جواب شده دادن نمیتونم. بارک الله فیکم. سوال دیم صفت ذکری با انگشتای رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که بعد نماز با انگشتاش ذکر میکردن صفتش بیان میکردن اگر میدونید ان شاء الله. همون یعنی همون بچه‌شو میکردن با همین یعنی بوق مکوش هسته که با همه میکردن و نمودهای کردنش او بله نمودهای کردنش هر نمود بود مثلا 11 بار میکردن فهمیدید یا که 30 بار بعد 34 همچنین. مقصد که امور انتخاب کنی بدعت نیست نه شیخ هم در این مسئله تسبیح پیامبر صلی الله علیه و یک مثلا دقیق هم چند نمود بدنش ذکر دیگه است. ولی با این چی میگذاریم اخی جون با کانال ان شاء الله الله خواسته باشه میگذاریم. پیدا کریم. یک سوال دیگه شیخ نماز نیت کردیم مثال در رکعت نمازی 4 رکعتی سنت مثال پیشین در رکعت نیت کردیم یکی از سر فراموشی اون رو 4 رکعت خوندیم از سر نیت کرده خونیم. نه دو رکعت دیگرش نفل میشه اخی جون. نمازتون باطل نمیشه ان شاء الله. نیت مقصد در رکعت بود نه که 4 رکعت خوندیم نیت باطل نمیشه. او دو رکعت دیگه موندگیش نفل به داخل میشه. جزاک الله خیر. بارک الله فیک. اخی منم خارج میشم الله سبحانه و تعالی همتون حفظ کنه. همتون یک بار دیگه عید کت تبریک. بارک الله فیکم. شیخ اگر اونجا وقت داشته باشه شیخ صحبت میکنن افرا نمیکشتیم یا دیگه برادرم الله همتون حفظ کنه. چی؟ الحمدلله نگاه بکید برادرها اینها به یک داد و فیغان به یک یعنی واهمه مثل کوه آمدن که گویا که اینجا الان حاضر مقصد اثبات میکنن عقیده جهمیگیشا رو که اینا در اهل سنت هستند و ما اعوذ بالله خوارج تکفیریست باشه. الحمدلله کنی اون سه نقطه او شاگرد دیگهش کجا شد و آقای فراری. الحمدلله این نعمت های توحید به شکر کردن نکر که یعنی با یقین 100% میدانید که در راه حق هستید. همه دین با دلیل صحبت میکنیم قطعی خود من با تو صحبت کردن چند بار جواب دادم. چی صحبت میکنی با من به سوال میتی من جواب دادم میگیرم بحث نمیشه از این میبره که سوال جواب میشه درست؟ نه مقصد این بود که
اون چیزی که ادعا میکنین عقیدتون واضح بیان کنین، دلیلاتون بیارین، اون چیزی که دولت میکنه استدلالاتون درست من بیارین. از با هم تو کوتاه بیان میکنم تو اون چیزی که تو اون چگونه که خفی ظاهر میفهمی این جهل تو است. در مسئله انتخابات خفی ظاهر یگان کس درباره حکمش گپ نزد که حکم همین در قرآن خفی ظاهر است. نه، در قرآن ظاهر است. حال همین کلمه انتخابات مثلا یک عمل های است که وقتی که میگویم همه در حال میفهمد که این کفر اکبر است. یعنی چگونه است؟ یک انسان میگه که استهزا کردن چی است؟ اهل توحید همه میدوند که این کفر اکبر است، این از ملت اسلام خارج میکند. اما یک انسان به سوال کرد که انتخابات چی است، او یگان بار در حیاتش انتخابات شدگی نیست، او از این چی برداشت میکنه؟ کفر برداشت میکنه؟ شرک برداشت میکنه؟ نمیشد. اما وقتی که طالب علم به کسی میدونستگی و از همین حال با خبر است کلمه انتخابات سوال کرد، میگوید انتخابات دو تقسیم است. یک انتخابی امیر مسلمان است که همون امرای همون زمان، علم های همون زمان، آدم های عادی نه مثل امروزه نه، اون رو انتخاب میکنن تا اینکه امیر شوند. اهل شورا رو جمع میکنن، چیکار میکنن؟ برای همون مسلمان ها یک امیر انتخاب میکنن. اما وقتی که این میگه دویم نبود انتخابات این دموکراسی است که این از حال او باخبر است چی است، میگن شرک اکبر است. برای همشته آدم میدونستگی طالب علم سوال همین انتخابات در ذهنش چی است؟ این کفر اکبر است، از ملت اسلام خارج میکنن، رفتن حرام است. اما یک آدم به همین کلمه خودش که در تحت همین کلمه چی عمل به وقوع میبیاد بیخبر است از همین عمل به وقوع آمدنش. برای این یعنی خفی از همین جهت است، نه از منباب حکم بلکه منباب اسمش خفی است. کلمه استهزا، اگر کس گوید که استهزا کرد، همین گوید همه میداند که استهزا مسخره یک عملی است که مسخره میکنه، دیگر چی میکنه؟ بعد میفهمید کفر اکبر است، ملت اسلام خارج میکنه. فهمو شد؟ یعنی که شما از نگاه همین کلمه میبینید ما عملش میگیم که عمل خودش شرک اکبر ظاهر است، لیکن کلمه مثلا او را خفی کرده است. مثل این که عرق یک نام دیگر گفته حلال بشمرند، یعنی که کافر نمیدونید اونا. ما نداند که درونی همینند. وقتی که همون مثلا پپسی کولا نوشتگی نداند که مثلا درونی همینند چیزی مست کننده است و فکر کند که اونجا نه این خیلی است که مثال همین انسان ها وقتی انتخابات میروند، فانتزی موندگیش فانتزی شما است. یک انسان یک لحظه یک دقیقه من حاضر همین سوال تو مجاوبتم. بالای وینو هم مثل کوکاکولا سیاه هست، بالای وینو با کوکاکولا نوشته موندگی. یک کسی سوال میتید که همین حرام است یا حلال است، میگه در کوکاکولا آدم مست نمیکرد، مثلا این حلال است. اما در درون او چی است؟ در درون او وینو است که آدم مست میکنه. وقتی که وای فهمید که این وینو است، میگه که نه این حرام است، اگرچه نامش کوکاکولا باشد، اگرچه نامش نمیدونم پپسی کولا باشد. یعنی که اگر انسان بفهمد که انتخابات میروه، انتخابات ده یک کسی دپوتاتی را انتخاب میکنه که یعنی حکم میکند و یعنی که شما گفتنه که یک انسان ندونه که همین دپوتات حکم میکند، دپوتات چیکار کردنش نداند، مسلمان است، اگر بداند کافر است. همین خیلی گفتنید؟ همین خیلی گفتنیم. ولی یعنی که مردم به این درجه را به عقل و به سواد هستن که نمیدونن دپوتات چیکاره. قرآن سنت به مردم ما همین سوال گفتیم امیره، الله یستر شما را. تیم یک سوال به تو، یک سوال. همین قرآن جواب نگیریم. تمام من جواب تمام موضوع. همین قرآن را یک کس به تو میگه که همین قرآن را بر در دست همین مسئله که چل علما مثال میارن برای اوساکن برای من ترکی رفتم، دیدم که طلب گشت اومده. مالش قرآن رو در یک پس منزش
صدای من هست؟ تیم صدای من هست؟ اخی صدا هست اخی جان. برادر هستی؟ اوه گوش داریم صدا هست اخی. تیم سوال با تو کس به تو یک پاکت میتید، یک پاکت میتید، میگه که در درون همین پاکت توش در موسر پرتوش تو همونیسا بردی پرتوش همین حکم چی میشود؟ که از قرآن است برای پرتوش در موسر چی میشه تو؟ یعنی در پاکت ندونی چی است؟ نه تو رو یک کس احمد را میگه که تیم پاکت در درون چی است؟ قرآن است، قرآن کلام الله همین رو تو میبری میگه من با پرتو گویا جای افلاس جزیره است دیگه میپرتویش همین حکم تو چی میشود؟ کفر است. کافر میشه؟ بله به اعتباری یا تمام اینکه ماشاءالله بهترین. اما یک کسی که پاکت میتیاو میگه در پاکت چیه؟ نمیگه چیه، میگه همین پاکت برای تو در روی پاکت چیه خبردار نیستی. قرآن است چی است؟ لیکن در اونجا قرآن است، فهمیدی؟ قرآن است در اونجا تو خبر نداری. میگه که ما تیم احمد میگه که ما تیم انمی قرآن آنستان بعد چی یعنی پاکت رو تو رو نمیگه دوشی است، همه بعد در موسر پرتوش میگه تو میگه در موسر میپرتوش تو کافر میشه؟ نه ها؟ نه نمیشه. با چی خودی نمیشه؟ به خاطری که نمیدونستی در داخل پاکت چی بود. الله اکبر، یعنی که جهلی در حال همون بود در این پاکت چیه خبردار نبودیم که بود. بله الله اکبر. انمی مثالی که انمی است خیلی که علما میارن میگن میسی همی است که دموکرات را به هم مثال میزنن یا اینکه یک مسجد بعضیا میارن میگه یک از دوری یک خانه را دست یگان سلاح آدمیتن میگن امو ابزا یک خونه بزنش میگه تیت پیتش که تو میزنیش یک خونه دوری زدهش نه اندیشه چی است نگور کافر میشه نه، لیکن تو رو میگم چی ده موحدین نمیخونن میزنی تیت پیتش میگه کافر میشه؟ بله. تو از حال او خبردار نباشی کافر نمیشه، یعنی که جهلی تو در حال او است. انمی دموکرات برای چی به بعض مردم چیز عذر است به کسایی که از حال او خبردار نباشه. من تو مثال عادی آوردم. خیلی دیگر من فکر می‌کنم که کمتر اگر عقل فهم داشته باشی فهمیدی که ما با چی خاطر ایرا فهمیدیم اما مثالاتون توغری نمیگیره، چرا که هر کسی میدونه که همین دپوتات چی کار میکنه یا دموکرات قانون است. همه میرا میدونه. ای انسان تو خودت برابر نکن. ای انسان تو که خودت همون کامپرکوی که در همون گپای بی معنی در کار نیست. یک دقیقه من شما رو گفتم که همون کامپرکوی که در ونج در یزغلوم در درون کوه زندگی میکنه نه تلویزور دارد و نه رادیو دارد و نه یگان چیز ندارد، فهمیده استوده؟ یا که همون آدم های عادی که به این پلیتیک یگان چی دخل ندارد، همین ها میشد که ندانستنش میشد که ندانند که چی گفته نگاه پس. ما انتخابات را خودی ما چی میفهمدیم میدانی؟ انتخابات را میفهمدیم که ما یک کس انتخاب میکنیم راه ما اسفالت میکند، برای اینکه فقط دپوتات ها همین گپ اومده میگفت که ها مرا انتخاب کرد و من راهاتون اسفالت میکنم. ممکن 90% مردم پرسید که این چه در تاجیکستان و که در دیگر جا قانون قبول میشد، از این بیخبر است. تو خودت دیده استوده این موندگیش فانتازی خودت چه خیل میشد که مثلا نفهمند چه خیل میشد است که توحید همه فهمیده است تو بیخبر موندی. این چه خیل شده میخواد شده خانهای بیفایده و بی‌معنی. اما مثال هاتون راست نمیاد، چون که هر انسان میدونه دپوتات چی کاره است. مثال من آوردم امی اگرش نفهمید توزی نه من مثال فهمیدم اما دخالت به این نداره. یک کس رفت از اولش خبردار بودی در حکمش جاهل بودی نبودی تو معذور نشدی. برای چه؟ جهل در حکم عذر نمیشود. ای حالش خبردار بودی بردی پر افتارتیش خودت گفتی کافر میشه هم خلاص ایرا موقتی اتفاق کردیم. اما در حالش خبردار نبودی، جهل در حال بود نه در حکم. در حالش جهل داشتی برای که در پاکت چی بود تو نمیدونستی.
من سیازم چسبی نمیدونم داخل تو چی گفتی نگفتی ای حال یک چیز خبردار نبودید جهل در حال عذر است انا در حکم نه اگر کس حال ندوند عذر بتید ما او را کافر نمیگیم در مسئله افرادم مثال یک کس بگه که یک تکفیر مثال یک کس بگه که همین طالبا را میشناسی بگه نمیشناسم شو خیلی ایدام من مسلمان میگم من نمیدونم کافر مسلمان تکفیرشون نمیدونم در حالت دیش که حق نداره تو کافر بگه اما ای حال او خبردار نیست و یارو میبینه خیلی لا اله میگه نماز میخونم و میگه محکم الله را میکنه ای حالش خبردار نیست تکفیرشون نمیدونم لیکن یک کس دیگه میدونه که وای ها صوفیان قبوریان ای حالشو خبردار است لیکن جاهل است جهلش عذر نمیشه جهل در حالش نه بلکه در حکم او داشته کافر میشه و اون مسلمان بگه همین گناه در مسئله دموکراسی همین گناه در مسئله که من مثال که دموکراسی در مسئله دموکراسی است یکی رفتن است یکی کی را انتخاب کردن است با کی را میشه که مسلمان انتخاب کرد میشه که انتخاب بودو برای حکم نبود نظام نبود بلکه برای چخلی که علما نزد چی میگه لازم با خاص خوشک یک کس میگه که ببرای امروز انتخاب کنیم برای خودمون یک کسا چیکار کنیم یک کس یک رئیس بگیریم برای همین تنظیم فهمیدی تنظیم حتی همین مثال میاره در مسئله دموکراسی چی گپ میزنه در مسئله انتخاب گپ میزنه میگه برای این یک علمی است که در این به مردم در حالش جاهل موندن ممکنه معرفت حالی صد ندونستش امکان دارد در حکم نیست در حال است انا من تو را مثال میارم یک کس رفت در همونجا انتخاب کردن برای حکم و نظام و دپوتات نه بلکه یک رئیس یا یک کس همونجا برای خاص خوشک پول جمع کند موسرا برای پرتوات او کافر میشه هیچ کافر نمیشه کسی را کافر نگفته است هیچ کا پروست یک کس انتخاب کرده است یا که تو کافر میگوی خیزونا یعنی که رفته یک دقیقه کی تیم یک دقیقه من شما به یک سوال میتونم تیم آیا مردمی ما همه با خبر است که یک کس بگید که همون جهمی هم صوفی هم همه میگوید که هر کس حلال الله حرام کند کافر میشود درست همه میگوید همین گپه همین خیلی نیست یا یک کس انسان نداند که حلال الله را حرام کردن مثلا کفر است بالای وای چی است بالای او انسان یک کس قانون قبول کردن به حق ندارد این چیزها این چیزها دلالت به این میکرد که وای به اسلام داخل شدگی نیست اما بسیار اکثرا انسان‌ها هستند که رفته سوال میکنند که یک کس حلال الله حرام کند چی است میگه وای کافر است میگه هر یکیش اما مناط کفری همین خود شما ما بگویید که مناط کفر انتخابات در چی است مناط کفر انتخابات چی است خود شما بگویید که مناط کفری همین دپوتات چی است مناط کفری همین دپوتات حکم بغیر الله حکم کردن حکم بغیر حکم که الله کردن به این واپش دخل نداره حکم بغیر الله کی میکند انواع سود پرکرار میکند شما خودتون حالی با خبر نیستید از موضوع خیلی اومده داد فقه میزنید من حیران میشم خب بیا اصلاح کن ما را خیلی گفتی اصلاح میکنیم بیش از اصلاح کردن شما میگه که داد نمیزنیم ما از این بودی بودن به تحقیر به تحقیر اصلاح کننده به تحقیر اصلاح نمیکنه من تحقیر نکنم اینا نگاه کنید یک چیز نمیدونید ما یاد میتید که ما چیکار کنیم در اینجا تحت آیت 31 سوره بقره به این دپوتات ها داخل میشه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله برای چی؟ برای آنکه حلال الله رو حرام کردن حرام الله رو حلال کردن اونها بالای مردم یک حکم های رو تشریع کردن برآوردن فهمیدید؟ ما هم امیره گفتیم که حکم غیر الله گفتیم شما گفتید که حکم میکنن به غیر حکم الله حکم کردن چیز دیگه است بله حکم میکنن یا میسازن فرقش چی در این سلام علیکم و رحمت الله جاهل گوش کن یا دقیقه شیخ صحبت کنید اوستون پاس شیخ عزیز بله برادر عزیزم حاضر صدام رفته است خوب است اوزم کمی خوب شد شیخ بله بفرمایید الله المستعان این ببینید این جاهله که میگوید چی فرق دارد که میگه برای اینو فرق ندارد برای این جهلا برای این جهمی ها و برای مشرکین کفار و مرتدین این چیز فرق ندارد حکم کردن یک کفر مستقل است. به تأخیر میتونید استاد بزرگوارتون خیلی بی‌ادبی میکند به تأخیر محکم کنیم این مشرک محکم کنه این مشرک کافر محکم کنه ببینید من به تو جاهل به تو خبیث گپ ندارم من برای موحدین گپ میزنم ببینید این خوبسورا ببینید این جهمی ها را لعنهم الله
میبرد در دین الله بحث مناظره میکند، به اهل توحید غلو میکند. اما آشکار چی فرق دارد که میگه حکم کردن به حکم غیر الله این یک منوط، یک کفر مستقل، یک شرک مستقل است و مشرع قانون برآوردن یک کفر مستقل، یک شرک مستقل است و مراجعت کردن به محکمه های طاغوتی یک حکم و یک کفر مستقل است که مناطش اطاعت است. انتخابات یک کفر و یک شرک مستقل است. اینا همیشه از هم دیگر جدا است. حکم کردن به حکم غیر الله شرک است. مناطش چی؟ مناطش انمین حکم کردن به حکم غیر الله است. یعنی خودش را در اساس حکم خصوصیت الله که حکم است خودش هم جکتی برابر کرد. و یک خصوصیت های الله گوناگون است. الله یکی از خصوصیتش حکم است. خصوصیت میفهمید معنیش است؟ یعنی خاص الله، حکم خاص الله است. هیچ کس دیگر به حکم غیر الله حق ندارد که حکم کند. این خاص الله است. قانون برآوردن خاص الله است. این رو مشرع میگن. مشرع تشریع میگن. شرک رو چی میگن؟ شرک و تشریع. کسی که قانون میبرارد این رو مشرع، اعوذ بالله، قانون برار، شریعت ساز. مدبر کی است؟ مدبر الله است. مشرع کی است؟ الله است. یعنی کی قانون میبرارد، کی دین میسازد، کی حلال میکند، کی حرام میکند، این خصوصیت الله است. این خاص الله است. تنها الله یک چیز حرام و حلال، جایز ناجایز دین میسازد. دیگر یگان کس حق ندارد. این کسایی که مردم انتخاب میکنند از این دپوتات ها، اینها حکم نمیکنند. هیچ کس اینها حکم نمیکند. اینا قانون میبرند. حکم پادشاه یا سود یا دیگراش میکند. قانون برارها شتاب در پارلمنت اینا میبرد قانون. اینا یعنی در کجا مشرک میشود؟ خودش یک این انسان ها یکی از خصوصیت های الله را، یکی از عمل هایی که خاص الله هست قانون برآوردن، انمین در خاص الله خودش شریک میکنه. میگوید که نه، ما به جایز، ما مثلا 60 نفر در درون انمین خانه نشسته، پارلمان نشسته، هیچ کس به جایز نه، لیکن ما به جایز میگه والعیاذ بالله. یعنی همین 50 نفر 60 نفر برابر الله در همین خصوصیت الله میگه. دعا کردن از کی دعا کرده می شود؟ از کی طلب کرده می شود؟ این تنها از الله کرده می شود. تنها از الله طلب کرده می شود. استغاثه رو تنها به الله انجام داده می شود. این خصوصیت الله است. قبر پرستو رفته همین خصوصیت الله به قبر صرف میکنه. مشرک شده. انا همچنین برادر عزیز، یک کسی بیاد بگه که چی فرق دارد که حکم کردن به حکم غیر الله هم، یا قانون برآوردن هم، یا مراجعت هم، یا اطاعت هم، همش یک چی فرق دارد که گوید این یک جاهل در توحید است، جاهل در شرک است و این احمق سزاوار سخن نیست و این یکی از مشرکین است که پروای فهمیدن توحید ندارد و اینها هر یکیش از دل توحید است و هر یکیش علاقیده مستقل شرک است. مشکلی جهمی ها چی است؟ مشکلی جهمی ها میگه که چی فرق دارد که میگه چی فرق دارد؟ مناط کفر فرق دارد. تو جاهل مشرک فهمیدن به مناط کفر فرق دارد. تو اگر مناط کفر آمیخته کنی، مناط کفر حکم بغیر ما انزل الله دیاری بسر دپوتات زنی، در آخر نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که کفر نیست. میگوید اینها به کفر نیست. برای چی؟ برای که میگه اینها حکم نکرد. ولی این دپوتات ها حکم نمیکند، قانون میبرند. اما پادشاه یا بعضی از قسم های این سترکتوره ها اینا حکم میکنند و مراجعت است و غیره. اما مسئله این که گفت، یعنی سوال این جهال جهمی، این مشرکین عادتا در بالای یک چیز دور میزند. اینا خودش سوالش نمیفهمد چی است. بیاد من سوالی اینها رو دیگر خل کرده گویم. اینا مقصدش چی است؟ شما میگه چرا قبر پرست ها رو یک و یک بار تکفیر میکنید؟ کسایی که قبر میپرستند معلوم است، یعنی استغاثه از قبر میکنند، یا کسایی که استهزا میکنند، یا کسایی که دشنام الله رسول میکنند، یا کسایی که حکم به حکم غیر الله میکنند، یا کسانی که قانون میبرارند، یا کسانی که مراجعه به محکمه طاغوتی میکنند. در این مسائل یا دیگر از شرک و کفر اکبر ظاهر، ذبح لغیر الله، طواف و غیر ذلك،
از شرک و کفرهای اکبری که ظاهری که هست، اینها میگن که چرا شما تکفیر میکنید فقط اکراه عذر میگه. بله ما میگیم که در اینجا جهل، تعویل، تقلید، خطایی که به قصد است عذر نیست، یگانه عذر اکراه و چیزی که در زیر اکراه به مانند سبقت اللسان و غیره باشه. اما انتخابات را میگه چرا شما گفتید که یک چیزی زیاد که دبافکه کردید، یک چیزی زیاد که را اضافه کردید که معرفت الحال، یعنی مسئله انتخابات کمتر سستر از مسئله قبر شد، از مسئله حکم شد، از مسئله مثلا دشنام و استهزا شد. چرا در مسئله استهزا ما گفتیم که معرفت الحال نگفتیم؟ چرا در مسئله استغاثه در بالای قبر معرفت الحال نگفتیم؟ برای چی؟ برای آنکه ببینید شرکای اکبری ظاهری که در قرآن آشکار و واضح ذکر شده است، این یک معنا دارد، دو معنا ندارد، احتمال ندارد، احتمالی نیست. مثلا من وقتی که گفتم که یک نفر از قبر طلب کمک کرد، یک نفر استغاثه از قبر کرد، یعنی جلب منفعت دفع مضرت کرد، آیا بالای همین سخن من به معنای دیگر رو اضافه کردن ممکن امکانیت دارد یا نه؟ مثلا من گویم که یک نفر استغاثه از قبر کرد، مشرک شد، آیا کسی میتواند بگوید که نه استغاثه دیگر معنا دارد؟ استغاثه دو سه معنا دارد. برای همین اول ما باید حالت مشرک رو فهمیم که کدام نمود استغاثه رو کرد، معرفت الحال. مقصد این است فرق انتخابات و فرق دیگر شرک اکبر و کفر اکبری ظاهری همین است که دیگر شرک ها و دیگر کفر ها تردد در بالایش وجود ندارد، یعنی آشکارتر بگویم احتمالات در بالای دیگر شرک و کفر وجود ندارد. مثلا استهزا، وقتی که من گفتم آیا یگان احتمال دیگر دارد در بالای استهزا؟ من وقتی گفتم که کسانی که الله و رسولش و دینش را استهزا کردن کافر هستند، همین شنونده چی میفهمد؟ معنای استهزا به ذهن شما چی است؟ آیا ممکن است که کلمه استهزا را، همین مسخره، استهزا مسخره را سه چهار نمود فهمیده شود؟ آیا هم خیلی امکانیت وجود دارد؟ وجود ندارد. من وقتی که گفتم که کسی که طواف به قبر میکند، یا کسی که ذبح به قبر میکند، یا کسی که استغاثه از قبر میکند مشرک است، و همچنین انسان ها رو تکفیر عام و تکفیر عین کردم، وقتی که شما شنیدید آیا معنای استغاثه دو نمود شدنش ممکن است؟ استغاثه از قبر چند معنا میتید؟ یک معنا. طواف به قبر چند معنا میتید؟ یک معنا. و بارک الله فیکم، انا همچنین حکم کردن به حکم غیر الله کفر اکبر است و هر کسی که حکم میکند کافر است. حکم کردن چند معنا دارد؟ حکم کردن به حکم غیر الله چند معنا دارد؟ یک معنا فهمیدید، تمام حکم به حکم غیر الله. کسی که مراجعت به محکمه طاغوتی میکند چند معنا میتید؟ یک معنا، رفت مراجعت به محکمه طاغوتی کرد. اما انتخابات فرقش همین است که در کلمه یعنی انتخابات احتمال وجود دارد، در خود کلمه انتخابات احتمال وجود دارد. چرا؟ برای آن که قسمی از علما گفتن که بله انتخابات هست، اما انتخابی که در اسلام هست یک ولی الامر را، یک امیر المؤمنین را، یک خلیفه را انتخاب میکنن. بله یک امیر، یک خلیفه خود به خود اگر غلبه کند او دیگر چیز است، او غلبه کرد، اما اگر از جانب امت انتخاب شدنی باشد این چیز وجود داشت. ابوبکر رضی الله عنه را انتخاب کرد، ابوبکر عمر را انتخاب کرد، عمر بعد از خودشان 6 نفر دیگر را ماند از 10 یار بیشتر. الان ببینید انتخاب در اسلام وجود دارد، لیکن انتخابات در اسلام حق همه نیست. حق گناهگار و گناه و بیدین و یهود و مرتد و مشرک و همه انتخاب کردن نمیتونه، بلکه در اسلام انتخابات حقی علما و ذو شوکه است. علما و ذو شوکه یعنی آدم های معروف به علم، آدم هایی که پیشوای مسلمان ها هستند، از علما و از صادقین و از سرلشکرها، آدم هایی که قوه دارد. انا همین ها عددشان در یک کشور چند نفر باشد، بعد از وفات کردن یک امیر می آیند میشینند مجلس میکنند 10 نفر 20 نفر 30 نفر،
از همه پیش قوم، از نظر علم، از نظر مشهوریت دعوت و از نظر قوت. مثلا جنرال هایی که مسلمان باشد، سردارهای قائدای مجاهدین باشد، اینها چیکار میکنن؟ بارک الله فیکم، اینها انتخاب میکنن. این یک نمود انتخاب، یک نمود انتخاب. این دومین نمود این انتخابات، البته این انتخاب جایز است، این نمود انتخاب جایز است. دومین نمود انتخاب، انتخابی که در هر یک دهه، منطقه، شهر، کشور یک روز رو روز تازگی اگر بگویند یا در همون دهه یک نفر رو برای ترتیب و نظام تازگی انتخاب کنند. همه می روند 4-5 نفر از درون 4-5 نفر یک نفر رو انتخاب میکنن که ها انمین انسان صالح تازگی، صالح برای اداره کردن تازگی و راه و کوچه و باغ‌های ما است. این نمود انتخاب هم انتخاب مسلمان ها یک مسلمان رو انتخاب میکنن به خاطر تازگی راه، به خاطر ترتیب راه، مثلا به خاطر آب، ترتیب نظام آب آوردن. بسیار در تاجیکستان این چنین ترتیب نظام به آب مثلا یک نفر انتخاب میکنن، این چیز وجود داره. این نمود انتخاب هم به خاطر تازگی راه، به خاطر انتخاب کردن، این بوک نداره، جایز است. اما انتخاباتی که به معنای شرکی است، به معنای کفری است و شرک اکبر است، انتخاب کردن یک نفری که از نام یک منطقه برآمده قانون قبول میکنه، به مانند دپوتات ها که از یک منطقه میبرد، از هر یک دهه، از هر یک ناحیه، از هر یک ولایت، اینها طبقه خود دارد. دپوتات های ناحیوی هستند، دپوتات های ولایتی هستند و دپوتات های جمهوریوی، مجلس ملی، مجلس عالی است، مثلا در تاجیکستان. انا اینها رو برای چی انتخاب میکنن؟ برای قانون برآوردن، برای قانون برآوردن، خواهشات مردم برآوردن و قانون کردن. انا این شرک اکبر است. حالا ببینید 3 نمود انتخاب شد. کلمه انتخابات به 3 حالت استفاده کرده شد. یک حالت شرک اکبر است، 2 حالت جایز است. برای همین یک باره انتخابات تمام نمود شرک است گفتگی کلمه رو کسی که نفهمید، در این مسئله تفصیلات نفهمید، یک نفر حالت انتخابات نفهمید، یعنی انمین انتخاب برفتنش کدام نمودی از این 3 حالت، یعنی یک نفر به انتخابات رفت لیکن نفهمید که انتخاب رفتهش، انتخابات رفتهش، یعنی جاهل موند که همین انتخاباتی که کرد از همین 3 نمودی انتخابات کدام نمود انتخاب؟ انتخاباتی که شرکی است، یا انتخاباتی که جایز است، یا انتخابی که مثلا به مانند بزرگی انتخاباتی که در حالت خودش انتخاب کردن واجب است، انتخاب کردن علما یک امیر را در بین خودشون، مثلا امیر برای مؤمنین. انا همچنین از سبب مشکلی که کلمه انتخابات، کلمه انتخاب کردن، این کلمه چی است؟ کلمه متردد است، کلمه احتمال دار است. هر کسی که معنای انتخابات رو فهمید، به معنای شرکی، به معنای کفری معنای انتخابات رو فهمید و بعد از این رفت و انتخابات رو اشتراک کرد، کافر است، مشرک است. اما هر کسی که معنای انتخابات رو به معنای خطا فهمید، یعنی انتخاباتی که امروز شرک است به معنای یک کسی رو برای ترتیب و نظام رو به وجود آوردن در همین دهه، تازگی رو، ترتیب آب رو به وجود آوردن و غیره و غیره گفت، رفت یک بار کفر نشد، برای که این همچون قانون برای قبول نکرد. اما همین قاعده رو به بالای قبر پرستی که استغاثه میکند، به بالای کسی که حکم میکند، به بالای کسی که دپوتات خود دپوتات انتخاب کننده دپوتات به هولوگاب رفته ایستاده است انتخابات، اما خود دپوتاتی که قانون میبرد، این چنین تفصیلات نداره. برای که کلمه تشریع قانون برآوردن، کلمه حکم کردن، کلمه استهزاء، کلمه بارک الله فیکم سحر و جادو، یا کسی که دعوای علم غیب میکند، یا کسی که پرستیده میشود، یا کسی که ذبح به غیر الله به بالای قبر میکند، در این نمود شرک و کفر اکبر احتمال وجود ندارد. برای همین علما در این نمود شرک احتمال که داشت گفتند که هر کسی که از درون این احتمال معنای شرکی امروزه انتخابات رو فهمید که انمی معنای شرکی کتی است، بعد از این رفت، بعد از فهمش کافر مشرک است. این منهج است.
هیچ کس حق ندارد که امروز آیا همه تاجیکستان جاهل است می نیست می، این دیگر مسئله است. تو اول منهج قبول کن، تاجیکستان چی هست نیست به زیر منهج می ضروری. این سخنی ما فقط به تاجیکستان ربط ندارد، این به همه عالم اسلام ربط دارد. این منهج است. این منهج در مصر، در سعودی، در نمیدونم تاجیکستان، افغان، ایران، پاکستان، در کجا نباشد، این هم در تمام روی دنیا این منهج است. اما در یک جا بسیارتر به سبب انتخابات مشرک میشوند، در یک جای دیگر کمتر، هر جا هر خیل میشه نسبت به حالت خودی همون مردم میشه. این مسئله انتخابات بعد از این دوم مسئله انتخابات مسئله مستجد است. مسئله انتخابات مسئله نو پیدا شده است. تقریبا 50 سال شد که پیدا شده و به تاجیکستان تقریبا 30 سال شد که پیدا شده است. این یک مسئله نو پیدا شده که در زیر اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله داخل میشه. یعنی همین انتخاب کردن یک قانون برار از همین سه احتمال یک احتمالش از همین سه احتمال یک احتمالش چی میشه؟ به خود راب گرفتن است. یعنی شما کسی که انتخابات معناش رو، یعنی بگویم انتخابات حالت همون شرکشه فهمیده رفت، این معناش چی است؟ معناش این است که راضی شد که یک نفر به او قانون برارد مخالف قانون الله، حلال و حرام کند. این به خودش راب گرفت، یک انسان مشرک شد. در این مسئله کتاب نوشته شده است. کتاب را یکی از علمای محدثین حمود الخالدی در این مسئله کتاب نوشتند و در این مسئله اینچنین کتاب در یکی از جواب المسبوک شیخ ابو سلمان حفظه الله در درون کتابشون جواب المسبوک به یک چند سوال جواب میتن، انا همین مسئله رو داخل میکنند و قول علمای معاصر به هم رو ذکر میکنند. این مسئله هیچ کس بافته و ساخته نیست. این مسئله را علمای اهل سنت گفته است با تقسیمات و تفصیلاتش. اما این جهمی ها میخواهد بیاید این مسئله را به شرک اکبر روبرو کند. به همین واسطه اگر شما نیکی گوید فتنه را خیزاند. فرقش چی؟ اینش چی؟ آنش چی؟ فرقش جدا هم کلون. هر یک نقطه در جای خودش میست. هر یک نقطه در جای خودش میست. به مانند این که یک نفر کلمه رو گفت که مثلا این چنین نبینید حالت های هست که باید شما فهمید. یک نفر یک کلمه رو مثلا گفت که ظاهری کلمه به نظر شما ظاهری کلمه 100% استهزا نه، لیکن شما فکر کردید که استهزا وجود دارد رفته، یعنی کلمه احتمالی قصد صاحبش میفهمید. معرفت الحال داشت یا نداشت؟ کلمه معرفت الحال در بسیار نمودی کفرهایی که مستجد نو هست یا کلمه هایی که احتمالی هست وجود دارد. لیکن جوهلا وقتی که علم ندارن این عیب ما است یا عیب جوهلا است؟ جهمی ها علم ندارد نمیفهمد. عیب کی است؟ عیب ما علم داشته ها اهل توحید یا عیب جوهلا؟ عیب این جوهلا است. باید خواند در نزد علمای اهل سنت و الجماعت به منهج. معذرت خواهی میکنم من در راه هستم، از زمین زیاد وقتی شما رو نمیگیرم برادر عزیزم. الله هستون بکند. ابو عبدالرحمن حفظک الله صحبت کنید. شیخ اینجا برادر شیخ حنیف هم بودن، صحبت کنید. من کمی مشغول شدم. الله جزای خیرتون ده شیخ عزیز، بارک الله فیکم. برای مشته برادرها دین آموختن نکن. اینها یک تا چیزی تیم مشکلش همین است که میخواهد که حال مردم برای ما دین قرار دهد. این نمیشود. حزبی های هم میخواد همچین بکنه. حال مردم میخواد بر بالای ما دین قرار دهد. یعنی حال مردم ضعیف است، دیگر چیز است، برای ما شرک کنیم این درست است و غیره. یا شرک کننده معذور است و الله اکبر. نه حکم کی بیان میکنه؟ حکم قرآن و سنت. حال مردم نه. حال مردم بشه اگر حکم هر طرف برفتن گیرد. دموکرات هم همین کار کرده است. امروز یک قانون میبرد، فردا یک قانون دیگه، پس فردا یک قانون دیگه و قانون پیشنگی مثلا درست نگرفت، قانون دیگر میکنیم، حالت مردم دیگر شد، مردم دیگر فکر اونی کردن. الله اکبر.
این جهالت اینها است. من باور کرد به جای تیم میبودم خیلی کتاب میخوندم. من باوری دارم که این انسان چندین بار در نزدشم گفتم که این بیچاره کتاب خوندگی نیست، این فقط همون کمی رفتگی نه گوش کردگی، کمی اومدگی نه گوش کردگی. آیت برای دلیل آورده است از شیخ حنیف پرسیده است که کدام دلیل کدام آیت بود. شیخ هم خوب جواب دادن، گفتن آخر من ذهنتون یک جا میدونم تو چی میخوای بگویی، چی دلیل بیاری. فهمیده استاده؟ لیکن در اولی که بر اومد این انسان دعوای این رو دیدید که چگونه واهمه میکند. او احمق دیگرش آقای فراری میگه شما خودتون عذری هستید. اثبات شد که ما عذری نیستیم در این مسئله هم. فقط جهل او غلبه کرده است که گوش نمیکنه که یک بار چی گفته استاده ما. همین کلمه خفی رو فهمیده است. کفر خفی در دین ما وجود دارد. یک انسان نو مسلمان شده نماز انکار کرد. همین انکار کردن نماز چه است؟ کفر است خودش سخن. روزه رو انکار کرد، حج رو انکار کرد، چه است؟ کفر است. انکار نماز روزه کفر اکبر است. اما میشد که به انسان ها این حکم خفی ماند. بارک الله فیکم. این در مسئله احکام است. احکام این چیز احکام معلوم دین بی ضروره به داخل دارد یا از واجبات به داخل دارد. اما از اصل دین برای چی؟ بارک الله فیکم. دهمین نواقض اسلام به جهل لا یتعلمه ولا یعمل به، جاهل ماندن داخل کردن. به خاطر اینکه جهل چگونه که همه علما اجماع دارن که در شرک اکبر، در کفر اکبر، در اصل دین عذر شدن نمیتواند. برای اینکه آنهایی که کفر به طاغوت نورزیدن، الهشان رو نشناختن، حالا آنها به اسلام داخل نشدن. بارک الله فیکم. اخی عبدالله و جزاک برادرم، بارک الله فیکم. الله حفظتون کند. دیگر مشایخ نیستم به صحبت میکردی، منم وقتی نماز شد براه میبرم. مقصد از این بیشتر صحبت کردن نمیتونیم. الحمدلله که یک فتنه اینها رو، یک دروغ های اینها رو الحمدلله کشف شد برای من شما. باز بعضی انسان هایی که شاید برادرهایی که دقیق نمیدونستن، امیدواریم که تیار شدن که با اینها چگونه صحبت کنیم. شیخ حنیف همینجا باشد بفرمایید. این شاگردتون رو آهسته آهسته تعلیم تینه کن. السلام علیکم. برادر منم اینترنت خوب نیست شیخ الله سبحانه خیلی را فهمیدیم، شیخ هم فهموندن شو. اینترنت ما کم کم میچسبه، جون خوب نیست. در حال زور هم کردم که خیلی خوب میشناسمش، اگه سبب میشه ان شاء الله که میفهمم. لیکن خیلی دوستی همون چیزی که گفتیمش ان شاء الله کفایت برای اگه عقل سالم و اگه انسان حق خواه صادق باشد، اگر یک کذابی مثلا که حاضری است، لیکن رفت اگر توبه کنه بر بگرده ان شاء الله کفایت است. الله سبحانه من خارج میشم. شیخا اگر کسی صحبت کنه که نکنه محکمش کنه. شکرا برادر، محکم کنم اگر شیخا با فیلم بند هستن همه. الله سبحانه خیلی محکم میکنم. من وقتی نماز شد شیخ اینجا دن اخی. السلام علیکم. علیکم السلام. شیخ میان با